و ټول مهمه چې شیفنینګ سکالرشپ ګوریم اول خو ټول د خوشحالي خبره ده چې سکال د هغه هیوادوال لپاره اجازه ورکړي یا هغه هیوادوال لپاره چې هغه په افغانستان کې میشت دي. د 3 کاله 2021 را پدې خو 3 کاله د دوستان اکثر چې تاسو وینئ هغه په د دریمګړي هیواد نه راغل یا هند نه یا پاکستان نه یا ترکیه نه یا بل هیواد نه راغل. نو دا افغانستان وګورئ چې په افغانستان کې واز نه و اجازه نه و، خو مګر هم خوشبختانه تلاشونه دوستانه تلاشونه وکول چې دای سکل الحمدلله د تاسو لپاره فرصت برابر سو. نو کوشش وکړو چې دې فرصت نه عظیمی ګټه واخلئ. راځو تخنیکی بحثو د شیفنینګ سکالرشپ د چا لپاره. شیفنینګ سکالرشپ د برتانیې د هیواد لخوا نه تنها افغانستان لپاره نه بلکې یو سل شپېته هیوادونه زیات تدا اوپن ده او هر کال 2000 په اندازه چې بصیر جان او خانم عزیزی او یوسف جان په بحثو کې چې سکل فکر کوم یو هفته مخکې د تریو چې سونه هیواد نه او سونه وګړي راغلي ول. نو یو سل شپېته زیات هیوادونه 2000 اندازه کسان راځي. دا یو غټ نیټورک ده. د ټولو مهمه بحث دا ده چې دا د یو کال لپاره ده، دا د ماسترۍ لپاره ده او هغه شرایط تاسو بهتره پیږي. بحث کو دا چې په شرایط باندې بحث نه کو، په دې شرایط باندې تاسو وخت پوره کړی، تاسو الیجیبل استه او تاسو پر دا باندې بحث کې اپلیکیشن هم کتلی خپل اسناد کړی. ډیره نه نشست امروزی ما روی ازی که سوالات شما را جواب بدیم بیشتر و در ضمن همه مهمتر که ما سر از این سی بحث کنیم. ما سر از این بحث نمیکنیم که ایسی را چطور بنویسین، ما بحث میکنیم ارزش ایسی شیفنینگ همی 4 ایسی چرا مهم از این عرصه. بین پروسه از امروز و پروسه بعدی که به نام اینترویو است، یگانه چیزی که شما را به اونجا میرسانه به استیج بعدی که بسیار اشخاص محدود میرسه و بعد مرحله آخر است که اگر او را پاس کنید شما انتخاب میشین، او مقاله شماست. همین 4 مقاله شماست که سرزی باید امروز ما سرش بحث میکنیم. دیگه مهم است که در این مقاله مثل یک یا زنجیره‌ای حالت ده چې ستانه د تا د رهبری پښتنه کې خاصه ته رهبری ډیر خراب بیا چې ته رهبری آیا ته رهبری چې په کوټی کې ناشته که ژوند په چارو کې مشکلات سره ته باندې وځي او مسلې دي هغه مسلو حل لپاره اته دید شه ده اما مسلو حل لپاره آیا ته د سکرت چې سره 15 ملګری یاران دوستان سره یو ځای کړی دي یو نتورک دی جوړ کړی ده. بیا غنه بل دریم بحث کې چې دوستای مسج بعد د ډیټیل بحث مې کنه. دریم سوال پتا پښتنه کې چې آیا خطا چل وستلی چې شل ولې کوم پونتون کې څنګه ولې کوم موډیول کوم کورس آیا دغه بعد کورس نه مته چې تر لاسه کې ته باید مشخصا خپل تحقیق وکړې معلوماتو کې چې څه ګیپ د ماکه د ایماد ایجوکیشن لحاظه څه نیمګړتیا د ماکه نو هغه څنګه پورا کولای شو. څلورم سوال ډیر مهمه ده چې ته خو اوس رهبر ته چې نیټورکینګ کولای شې ته چې تعلیم د زده کړې ته څه کې دا به هم ته وای خپل اسې کې یعنی دا ستاره مکمل یو ځوان قصه ده چې د باندې بحث کوي. انگلیسی سند ډیر مهمه ده. بدون سند انگلیسی چون بحث ما شما اینجا زبان انگلیسی است و انگلیسی هم میگه که ما میفهمیم اما اینجا فهمیدن انگلیسی نیست. اینجا انگلیسی بحثات اکادمیک است چون همه بحث‌های اکادمیک است. اینجا بحث‌های اکادمیک میشه کتابا رو شما میخوانن مقاله رو میخوانن پیپرها رو میخوانن و تحلیل خودم مینویسن و با اون مهم است که شما انگلیسی یاد داشته باشید و سند انگلیسی صحیح است. شیفنینگ سکالرشپ شیفنینگ از شما سند نمیخواد اما شما داخلی پونتون میخواد. وقتی که داخلی پونتون میخواد که بدون از به شما سکالرشپ داده میشه پونتون به هیچ صورت بدون سند انگلیسی به شما داخله نمیده و سند انگلیسی هم او بخش ریکوایرمنت هر پونتون است که شما میبینید در لنگویج ریکوایرمنتش وقتی که با کورس تان میرین به لنگویج ریکوایرمنتشون میرین اونجا بهتون میگه که ما آیلتس میخوایم توفل میخوایم در توفل چند اسکور میخوانیم در آیلتس چند بند میگیریم 6.5 7 میگیریم یگان پوندوناس حتی 7.5 8 میخوایم. So that's you should provide it. هیچ کس که کمک کردن نمیتونه این خودت باید ایره پروواید کنی ایره باید مهیا کنی. یک سوالا بسیار پیش از باز سوالا که بگم خو یکم روشنیش مندازیم. در عین جریان از شما رفرنس میخوایم. رفرنس چی است که درباره اهلیت شخصیت شما بحث کنه و او رو شما دو اشخاص باید بگذارین. یکی استاد پونتون شما که از اکادمیک لایف شما چون در ساحه اکادمیک من و بحث اکادمیک شما باید هم تچ باشه
استاد ریفرنس باید اکیډمیک صحیح نه یو تا استاد چیرې د په پونتون کې د کنټریبیوشن څنګه وو سهم څنګه وو فعال نو ذکی وو سره کوم وو بل باس د تاسو د تاسو دوم ریفرنس باید تاسو پروفیشنل لایف نه تاسو کاری زمينه نه چون شیرنینګ 2 کاله کاری زمينه غواړي چې تاسو کاری تجربه کړی نو تاسو بل ریفرنس د هغه نه وړاندې کوي تاسو پروفیشنل لایف نه چې هو دا کس ډیر فعال وو باقاعده دفتر ته راته سهم دفتر کې فعال وو کنجکاو نه وو او ابتکار وو نوې ابتکارات راوړل نو تاسو شخصیت اهلیت باندې کې باید هغه هم لیکنه وکړي بل چې ټول مهمه بعض وختو سوالونه کې چیرې خاص پونتون کندیشنال یا ان کندیشنال چیرې تو چیزای بسیار یک شما داشت یکی کندیشن شرایط سایت میگذاره ان کندیشنال به شرایط اکثر پونتونا که سر شما شرایط میگذاره او یک شرایط هسته او ای است که سند انگلیسی یگان وقت یک سند بسیار خرد دیگر پیش میکنه او را به نام ازی که فیس میگه یک چند فیس اپلیکیشن جمع کو کور وقتی که شما باش بگین که ما از طریق شیفنینگ اپلای میکنم باز او ویو میکنه اوسی میکنه که صحیح است باز که شیفنینگ بحث میکنه اگر شما کامیاب شدین باز از شیفنینگ میگیره اما یک شرط بسیار قوی و مهمش این است که سند انگلیسی و اونجا باز شما مجبور هستین که سند بهش پروواید کنین و انتخاب 3 پونتون شرط است مهم است پونتون اول انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم از این باید شما ان کندیشنال لتر داشته باشین بسیار خوب اما در شروع جولای 2025 شما باز یکی از پونتونایی که شما انتخاب کردین 100% سل که باید تاسو دیو پونتون نه unconditional offer ولري یعنی هیڅ شرایط په تاسو نه تاسو پونتون محصل زیوي است تاسو داخله درکړ سوی دا به تاسو پریزنټ کوي او دلته دا چې جولای کې به تاسو انتخاب کیږي چې بل راځي او بیا سپتمبر کې او beginning of September is a time you will come up or maybe 20 September شما میان به درس خود ما اینجا استاپ میکنم بابلا جان پس تو مودریتور و میخواستم این نقطه بسیار مهمه و بایاتان باشم که اپلیکیشن شیفنینگ 2 جنوری هستن اما کوشش نکنین که به 2 جنوری منتظر بانین اکثر وقتا سیستم یک روز یا 2 روز پیش خراب میشه نه کس بر شما ایمیل تونه جواب داده میتونه نه کس رفرنس کرده میتونه که اوپنش کو به یک روز 2 روز don't wait for the very last minute اخر دقیقه ته معطل کیږي نه یو ورځ 2 ورځې مخکې 100 ساعته مخکې سبمیشن وکوي په وخت سره په دې اخر ورځ کې تاسو ماتلېږي چې زلک به نور موږ لک به نور چې معجزه پکې نه راځي او بل پر زمين کې ټول مهمه بحث دا کوم چې موږ تقریبا الحمدلله 315 شیفنران یو په دې شل کلو کې دا 300 شیفنران سوشل میډیا کې دي دې ټول تعهد کړی چې موږ افغانانو ته خپل هیوادوال ته لاس ورکو او دې اسې ته ریویو کوي هر یو لس 15 اسېګانو وخت لري چې هر اپلیکینټ سره دا دې تعهد ده او دا د انساني او افغاني وظیفه ده approach them find them out و کارشون د تماس شوین وظیفهشون است که امروز شما کمک کنه تشکر بسیار تشکر ظفر صاحب بزرگوار اگر من سخنان ظفر صاحب بزرگوار بسیار کوتاه در 3 نقطه بگویم دوستان بزرگوار نقطه اولی است که اولین بسیار نقطه مهمی است که دوستان خواهشان اپلیکیشن که ددلاینش یا آخرین مهلت ثبت نامش 2 جنوری است تا وقت منتظر نمانین یعنی قبل از او کوشش کنید که ان شاء الله ثبت نام بکنین نقطه اول نقطه دوم حتما باید سند زبان انگلیسی داشته باشین به خاطر ثبت نام نه به خاطر بورسیه چیونینگ بلکه به خاطر پوینتی که شما اپلای میکنین به خاطر او ضرورت است نقطه سوم شما باید یک unconditional یا یک ادمیشن لیتر از یک از دانشگاه‌های انگلستان داشته باشین تا شما بورسیه چیونینگ ان شاء الله به دست بیارین سایز و یک نقطه دوستان خواهشان در چت باکس ما به خاطر بورسیه چیونینگ اینجا آمدیم معلومات در رابطه با بورسیه چیونینگ سایز دوستان اینجا پرسان کرده هستن متنش ما میخوانم که گفته هستن که با زبان پشتو صحبت نکنید با زبان فارسی صحبت کنید نه رقم دوستان خواهش این مسائل رو طرف کنید که در غیر صورت مجبورم شما رو از گروه ما حذف بکنیم سایز دیگه هدف ما اینجا به خاطر یک چیز دیگه است شما این مسائل در گروه مطرح نکنید خواهشم سایز تشکر ظفر صاحب بزرگوار نفر بعدی انجینیر صاحب محمد یوسف بفرمایید امر بسید جناب عبدالله به مون ترتیب فکر کنم بله ما باید چی بکنم انجینیر صاحب
با اجازه جناب ظفری انجینر محترم، خانم عزیزی، شما و همه دوستای عزیز، من مستقیم برم سر اصل مطلب. بصیر هستم، آریان تخلص میکنم. امسال خوشبختانه خدا برابر کرد که به این بورسیه شیفرینگ قبول بشم. البته دکتر ظفری و چند نفر دیگه از چیفنرهای سال قبل بسیار زحمت کشیدن، منتورشیپ کردن، یعنی در شرایط سخت امتحانات اینا بود، سیامر چک کردن، حمایت کردن و همینجا و بارها هم از اونا تشکر کردم. یک بار دیگه تشکر میکنم. واقعا بدون حمایت از اونا شاید نمیشد یا به سختی میشد این راه ارتقا بکنم. دست شما در نکنه، خانه شما آباد. همونطور که جناب عبدالله گفتن، خب پشتو و دری و فارسی ای گپار ول کنیم، حالا بیایم ببینیم که چه رقم میشه. همین چند روزی که وقت داریم به همین بورسی اپلای بکنیم، چه رقم تلاشی که میکنیم موثرتر باشه. دوستان ببینید، همونطور که جناب دکتر صاحب گفتن، ما 4 تا اسای داریم. اسای لیدرشپ هست، نتورکینگ هست، استادی این یو کی، اسم همین اسای ها هست، و کریر پلان. امروز ما اگر زنده بودیم بخیر 3 تا اسای کاور میکنیم که اینا اساسی ترین ها هست، مخصوصا همین 3 اسای اول لیدرشپ، نتورکینگ و استادی یو کی. وقتی این 3 تا برابر باشه، اسای 4م که کریر پلان میشه، اتومات آوتکم همین اسای ها هست و خیلی تخصصی و تکنیکی نیست، خیلی سابجکتیو هست. هر کس میتونه خب به هر حال یک برنامه کاری داره او بنویسه. ببینید اسایی که مربوط به من میشه اسای لیدرشپ هست. نگاه کنید، شیفرینگ اساساً روح شیفرینگ و اسپریت شیفرینگ دنبال رهبران آینده میگردد، کسایی که به صورت بالفعل در کشور خود تجربه رهبری داشته باشد، نه مدیریت. دوستان بسیار دقیق باشین روی این کلمات، چون اینا به دقت انتخاب شده در پروسه شیفرینگ. تجربه مدیریت و ریاست نه، تجربه رهبری داشته باشد، بالقوه ای استعداد داشته باشد، بالفعل در وطن خود کاری انجام داده باشد و از طریق بورسیه شیفرینگ به همین مهارت رهبری، چون یک مهارت هست، ایر دیولپ بکنه. شیفرینگ اساساً اکادمیک بیس نیست که دنبال آدم‌های نخبه‌ای بگردد که همه اساینمنت ها خور با 100 کامل کردن. نه، کسایی میخواد که وجه اکادمیک قوی هم داشته باشن، وجه سوشیال و رهبری قوی هم داشته باشن، چون شیفرینگ به صورت بسیار خلاصه میخواد رهبران آینده جهان رو تربیت بکنه و در کشورها اینا بفرسته و البته حمایت هم بکند. حالا ما در اسای رهبری، ببینید سوالی که برای اسای رهبری هست و تمام اسای ها هست، سوال همه سوال تقریبا یک سوال است، چون پاسخ به اون سوال سوبژکتیو هست، یعنی هر کس پاسخ خود رو به اون سوال میتونه بده. بنابراین ما سوال هم میال از اینترنت میتونیم بگیریم، شما میتونید داخل اپلیکیشن بدید. مفهوم سوال به صورت خلاصه اینه که شیفرینگ دنبال رهبران آینده میگرده یا دنبال کسایی میگرده که توانایی رهبری داشته باشه. شما بگین که رهبری برای شما چه معنی میده و 2 تا تجربه، حداقل 2 تا. دوستان اگر 3 تا مثال بزنین فبها. مثلا من از تجربه شخصی خودم میگم، من 2 تا مثال زدم. جناب عبدالله ببخشید، امینا میشه که اتوماتیک بکنین که هر کس درخواست میده جوین بشه، برای که باز نوتیفیکیشن اینجا رو صفحه من میافته. بچم سعی شما. چشم شما پرنور، تشکر. ببینید حداقل ما باید 2 تا مثال، 2 تا داستان بزنیم از تجربه رهبری خود در کشور خود طی سالهای گذشته. حالا اگر 2 تا مثال میزنیم، یکی از اونا باید سوشالی باشه، یکی پروفشنالی. یعنی چی؟ یکی در محیط اجتماعی که شما به عنوان یک فعال اجتماعی، یک انسان فعال اکتیویست در جامعه خود یک کاری کردین که حالا میگم چی، و دیگری هم در محیط کاری خود. پروفشنالی شما چه کار کردین؟ دفتری که کار میکردین، پانتونی که کار میکردین، به محیطی که بودین اونجا چه کار کردین. دوستان دقت بکنید، هیچ اسلوب و روش خاص پریسایسلی وجود نداره برای که ما چطور باید اسیار بنویسیم. نگاه کن، یعنی خیلی اسایی که دکتر صاحب نوشتن، انجینیر صاحب نوشتن، خانم عزیزی نوشتن، من و ده ها صدها شیفنر دیگه نوشتن، هر کدام وقت بیان مطالعه بکنین یک روش نوشتاری خاص خود رو داره. بنابراین شیفرینگ قید نکرده که ما باید چگونه بنویسیم، جمله اول چی باشه، پاراگراف اول چی باشه، پاراگراف آخر چی باشه، ولی یک مشترکاتی داره روی هم رفته، یک کلیاتی داره که خدمت شما عرض میکنم. بنابراین ما فقط صرفا روایت و تجربه خود رو میگیم. باز عرض بکنم که شیفرینگ با وجودی که دست ما را از نوشتن باز گذاشته، منتها یک مشخصه ها و مؤلفه های خاصی هایلایت کرده که اونا باید باشه. اولا
وقتی رهبری را اگر میخواین در حد 50 کلمه یا 30 کلمه یا 2 خط تعریف بکنیم، لطفاً از یوتیوب، از گوگل، از جاهای دیگه، از داخل کتاب ها کپی پیست نکنین. شیفرینگ چون چیزی نمیخواد. شیفرینگ میخواد شما اتنتیک باشین، جینیون باشین، از خود چیزی بگیم، ولو که فکر میکنین یه اکادمیک بیس نیست، ممکن یک تعریف خیلی پیش و پا افتاده باشه، ولی تعریف خود رو بگین. رهبری برای شما چه معنی میده اگر خواستین رهبری تعریف کنید. حالا وقتی میایم به وجه پروفشنال، ببینید دوستان، برای شیفرینگ مهم نیست که شما چه کارهای انجام دادین. مثلا شما رئیس شاروال شدین، شما وکیل پارلمان شدین، شما قهرمان تیم ملی شدین یا هر چیزی. لیست نکنین کارها. یک کار برجسته‌ای که انجام دادین، چگونگی از اون بگین به شیفرینگ، چگونه همین کار شما انجام دادین و این پروسه‌ای که شما طی کردین به چه نتایجی رسیده. بسیار مهم است. یعنی چگونگی انجام همون وظیفه‌ای که شما داشتین، تسک یا مسئولیتی که داشتین، اون به چگونه انجام دادین و به چه نتایج ختم شده. مثلا بگذاریم من تجربه خود در خدمت شما عرض بکنم که بیشتر بتونین ارتباط برقرار بکنین. دقت کنید، یکی از تجربه سوشال خود میگم و هم پروفشنال میگم. در وجه سوشال، در تاریخ، قبلا هم در جلسات دیگه هم گفتم، به عنوان تکرار احسن خدمت دوستان عرض میکنم، در تاریخ 13 فوریه سال 2021 یک آتش سوزی مهیبی در گمرک اسلام قلعه اتفاق افتاد که بیش از 1000 موتر در اونجا سوخت. موترهای تیره حدود بیش از 100 میلیون دلار خسارت وارد شد و تعداد زیادی از مردم اونجا خاکستر شدند. بچه‌های خود خاکستر شدند. حالا یک چیز داخل پرانتز عرض بکنم که شیوه نوشتن اسه لیدرشپ و نتورکینگ، شیفرینگ و شیفنرها همیشه توصیه میکنن که از یک مدل یا اپروچی باشه به اسم STAR. 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 Situation, Task, Action, Result. Situation, Task, Action, Result. حالا این اپلای میکنم در داستانی که بر شما میگم. خب در تاریخ 13 فوریه سال 2021 آتش سوزی مهیبی در گمرک اسلام قلعه اتفاق افتاد. این روایت ما بود در ایسه لیدرشپ ما به عنوان تجربه سوشالی من. این وضعیت بود، این تاسک سیچویشن بود. خب من کی بودم؟ من به عنوان یکی از متضررین همین حادثه، متضررین مالی همین حادثه و وکیل منتخب جوانان افغانستان در لوئیس جرگه بودم. حالا شما ممکن یک مسئولیت دیگه داشته باشین، من فقط تجربه خود عرض میکنم. تاسک من چی بود؟ تاسک من یعنی به عنوان یک متضرر و کسی که نمایندگی مردم رو داشت در همون دوره، آمدم و وضعیت رو مشاهده کردم، دیدم که این حادثه نبوده، در نتیجه فساد سیستماتیک بوده که آتش سوزی شد در گمرک اسلام قلعه. حالا اکشن من چی بود؟ ببینید اینجا خیلی مهمه برای شیفرینگ که شما مشخصا هم شیفرینگ گفته از شکست نفسی نکنید که ما چه کار کردیم. نه خیر، من چه کار کرده، نه وی چه کار کرده. شیفرینگ میخواد ببینه شخص شما، عاملیت شما در این مسئله چی بوده و بسیار باید اصلا روح اسه شما معطوف عملکرد خود شما باشه، نه معطوف عملکرد قوم یا گروهی که بودین یا همکارایی که داشتین. یعنی خود شما چه کردین. خب من حالا چه کردم در اون تجربه؟ ما آمدم خانواده‌هایی که متضرر شده بودن که اغلب هم آدم‌های روستایی بودن، خانواده‌های روستایی بودن، سطح تحصیلات عالی بالایی نداشتن، انسجام اجتماعی بالایی نداشتن، از ولسواری‌ها و حتی ولایت‌های مختلف بودن. آمدم اینا قبل از اینکه مردم رو جمع بکنم یک ویدیو گرفتم از حادثه گمرک. اینا رو من در شیفرینگ نوشتم، یعنی در اسه خود نوشتم، یک ویدیویی گرفتم و در سوشال میدیا پخش کردم و اون ویدیو وایرال شد. 4-5 دقیقه بود و در اون ویدیو توضیح دادم که چگونه آتش سوزی به میلیون ها بار دیده شد. بعضی که دیده شد توجهات جلب شد و مردم رو تونستم منسجم بکنم. اطلاع رسانی کردم که ما باید جمع بشیم و دادخواهی بکنیم. چرا؟ چون یک حادثه نبوده، این فساد بوده در وقت اداری در ساحه مسئولیت دولت اتفاق افتاده و نتیجه فساد مشهود بوده. دولت باید جبران خسارت بود. حالا مردم رو جمع کردم و دروازه ولایت اعتراض کردم، میدیار جمع کردم و این یک
پوشش رسانه‌ای وسیع، حتی BBC فارسی و طلوع نیوز و چندین رسانه ملی و بین‌المللی پوشش داد. و بعد آمدم یک تیم تشکیل دادم از 22 نفر از نماینده های همی ولسوالی های مختلف، اقوام مختلف، کاتگوری های مختلفی که در همین حادثه متضرر شده بودند و ما یک دادخواهی چند ماهه شروع کردیم. به یوناما رفتیم، مستندسازی کردیم، با ریاست جمهوری گپ زدیم، با معاون ریاست جمهوری و تا اینکه یک تحسن 7 روزه کردیم، باز برای که فشار بیشتر بکنیم که این مسئله به نتیجه برسه. از نتورک خود استفاده کردیم. کالا نتورک ما فعالان اجتماعی بود، فعالان رسانه‌ای بود، متنفذین قومی بود. یعنی یک کلمه هست میگه leveraging on my network، یعنی leverage کردم، تکیه کردم بر نتورک خود که چون فساد بود در سیستم قضایی افغانستان از طریق رسانه‌ها یوناما، این پروسه به اصطلاح کاتالایز کردم، تسریع بخشیدم. و وقتی که دیدیم به نتیجه مطلوب ما نرسید، رفتیم یک تحسن 7 روزه کردیم در ورودی 2 تا گمرک افغانستان و برای 7 شبانه روز 2 تا گمرک مسدود کردیم. این باعث شد که حکومت تحت فشار قرار بگیره و برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت مجبور شد در یک قسط $8 میلیون به متضررین خسارت بده و او به 3 قسط بود که حالا رژیم سقوط کرد. به علاوه، یعنی این خروجی بود، یک خروجی. دوم، 52 نفر از کسایی که دستن در کار همین فاجعه بودن به زندان افتادن. سوم، اصلاحات اساسی در گمرکات افغانستان مخصوصا گمرک اسلام قلعه به وجود آمد. یعنی این ریزالت کار ما بود که حتی زیر حکومت طالبان یا امارت اسلامی هم هنوز همون اصلاحات و تغییرات در گمرکات هست. به این صورت ما نشان دادیم که از یک سیچویشنی که فاجعه بود به یک ریزالت رسیدیم. سیچویشن، تاسک، اکشن، ریزالت. حالا این تجربه سوشال بود. پروفشنال هم خدمت شما عرض بکنم. مثلا من در سال 2018 در دیدبان شفافیت افغانستان والنتیری کار میکردم به عنوان سایت انجینیر. همون زمان در منطقه به اسم نوین سفلا و نوین اولیا در جنوب شرق هرات میشه. مردم سر همی تقسیم آب یک منازعه‌ای داشتن که میگفتن مثلا حقابر این منطقه میخوره، باز اونا میگفتن نه اونا میخوره. خلاصه یک مسئله تنش ایجاد شده بود بین مردم محل. خب ما به عنوان تیم لیدر انجینیران و فعالان رسانه، بله آزنده جان، فعالان رسانه‌ای و مدنی رفتیم به ساحه. اینجا ببینید دوستان، خیلی خیلی دقت بکنید. وقتی دیدم متوجه شدم که بر اساس حدس و گمانی که از یک انجینیر داشته و از مردم محل پرسیدم، مسئله فقط دزدی آب نبود. مسئله بود که آب کم شده بود و می الان هم سطح آب زیرزمینی پایین آمده، ولی به خاطری که بتونیم با مردم روستایی راحت تر گپ بزنیم، ارتباط بهتر برقرار بکنیم، من هیچ وقت در روستای افغانستان دریچی نمیپوشم و کسایی هم که با ما آمدن به اونام توصیه کردم که دریچی نپوشین، همین لباس محلی رو بپوشین، حتی اگر میشه با لهجه مردم گپ بزنین. یعنی دو تا، اگر بخوام خیلی خلاصه کنم، استراتژی من دو بخش داشت. یکی که تکنیکلی دقیق باشه و دوم سوشلی فلکسیبل باشه، با ما انات مردم برابر باشه که ما بتونیم به نتیجه برسیم و بعد به خاطر بررسی که از ساحه بکنیم، بررسی تکنیکی مردم را از مثلا 6 نفر از اون تیم، 6 نفر از این جنا با خود هماهنگ ساختیم که بیان ببینن که مثلا پروسه شفاف هست، دیگه هست و به اونا توضیح بدیم که یعنی چند فاکتور اینجا دخیله و صرفا دزدی آب نیست، مسئله کلی جهانیه. و بعد مردم به قناعت رسیدن و تا حدی فروکش کرد. این ریزالت بود که من جلوگیری کردن از یک مثلا تنش در حد خود در همون زمان. اینا چیزایی بود که بسیار خلاصه 2 تا تجربه رو من عرض کردم. حالا یک پاراگراف کانکلوژن داره لیدرشپ شفرینگ. او این است که بسیار زیاد مهمه. شفرینگ میخواد ببینه که شما چطوری امی نتورکی که شفرینگ میده، این فرصت تاریخی که بر شما به وجود میاره یا دانشگاهی که میخواین برین بخوانین، چطوری به ارتقای ظرفیت و اسکیل خیلی مهمه، مهارت رهبری شما کمک میکنه. همون در حد 50 کلمه یا 70 کلمه بگین که بله مثلا شفرینگ. خب واقعیت هم همین است که یک شبکه وسیع، تجربه زیاده برام میده. من در یک پانتون تاپ در یوکی قرار درس بخونم و مهارت خور ارتقا ببخشم و بتونم تاثیرگذاری بیشتری به کشور خود داشته باشم. دوستان
اساساً مأموریت یا میشن شیورینگ این نیست که بیا مار تربیه کنه و در بدن یوکی جذب کنه. حالا مثلا کشور مثل کانادا یا خیلی کشورها هست نخبه ها جذب میکنه که همونجا برن وارد بدن بشن. شیورینگ میخواد مار از دایی که هستیم آنچنانی که هستیم آنچنان تر بکند و برگردیم ما به کشور خود. و این باید در تمام اسعی های شما باشد که شما قرار برگردین به کشور خود و بگین که بله من تجربه‌ای که رهبر در سطح بین‌المللی رهبران هستند و آدمای اکادمیک بسیار بالا هستند، تجربه کسب بکنم، نتورک قوی بسازم و برگردم به کشور خود که بتونم تاثیر بیشتری داشته باشم. این خلاصه اسای لیدرشپ بود. تایم میدم به انجینیر صاحب و ببخشید به خانم عزیزی و بعد اگر سوالی داشتین من به عنوان کوچک شما در خدمت شما هستم. سلامت باشید. به نام خداوند یکتا. سلام مجدد به همکارای بسیار عزیز خود و همچنان شما دوستا. پیش از پیش آرزوی موفقیت میکنم برای شما. من ریحانه عزیزی هستم، یکی از چوبنرایی که خوشبختانه در همین سال که آمد تانستم که ای اوارد بگیرم در رابطه با مقالاتی که قبلا آقای آریان بسیار خوب اشاره کردن که از جمله 4 مقاله که قرار است ما بنویسیم در این اپلیکیشن. مقاله بعدیش در مورد نتورکینگ است و دوستا یک چیزی را که میخوایم براتون در ابتدا واضح بسازم ایست که هر 4 مقاله شبیه 4 دانه آینه رفتار میکنه و فقط انعکاسش مربوط شما است، یعنی شما هستین که در اون منعکس شوین ولی از زوایای مختلف. دوستایی که صحبت میکنن راجع به مسائل بعدی هم همه از اینا با همدیگه مرتبط هستند. من شاید مثالای موارد را یاد بکنم که آقای آریان در بخش لیدرشپ او را به عنوان یک فاکتور چیز که یادآور شدن و من میخوایم را ربط بتون به نتورکینگ آله که چطور میتونین وقتی مقاله مینویسین او پوینت ها را اینجا برجسته بسازین. این مسئله واضحی است که ما وقتی در مورد لیدرشپ صحبت میکنیم خودمان را قهرمان داستان معرفی میکنیم ولی چونین میخواد که یک کم موضوع را پرچالش بسازه، یک فاکتور بعدی را وارد صحنه بکنه و بگویه که خب درست است که شما بسیار خوب با خودتان کار میکنین، مهارت‌های فوق‌العاده دارین، ولی اگر بحث کار کردن با دیگران باشه و دیل کردن با مردم باشه، آیا به این شکل خود درخشیدی؟ آیا این مهارت داری که با مردم بسیار خوب کنار بیایی؟ چرا؟ به دلیل از اینکه بحث رهبری بحث این است که همیشه با تیم کار بکنی، بحث رهبری این است که مردم همراهش خوب دیل کرده بتونی، چرا که موفقیت کار ما منحصر به این مهارت هایی است که باید داشته باشیم، یعنی در گرو همین مهارت ها هست. وقتی ما میایم در نتورکینگ از نتورکینگ صحبت میکنیم دقیقاً چونینگ 3 موضوع را میخواد بدانه. اولی که نظر شما راجع به نتورکینگ یا شبکه سازی چی است؟ دقیقاً قسم که آقای آریان گفتن لطفاً تعریف را ارائه میکنین یا برداشت را که ارائه میکنین از هیچ جای کاپی پیست نکنین. اونا بسیار خوب میفهمن شما از کجا کاپی گرفتین و 10 نفر دیگه می کار کرده و هم چانس خودتان میسوزنین و هم از دیگران. دقیقاً برین به سمت برداشت را که شما از شبکه سازی دارین امو را بگوین و نکات را برجسته بسازین که با مثال هایی را که بعداً برای نتورکینگ میاری یک در واقع سند موثق باشه و نشان بده که امو فاکتورها بر شما بسیار مهم است و عملی کردین و نتیجه خوبم گرفتین. و همچنان ای که اشاره بسیار کوتاهی داشته باشیم در مورد از اینکه چرا تانستی یک نتورک خوب داشته باشی، چطور تانستی این نتورک ایجاد بکنی و چطور تانستی که حفظش بکنی. مهمتر از همه ای است. بسیار اتفاق میفته که ما یک فرد نخبه رو میبینیم ولی امو سلام علیکی یا چی میگن دیدار اول دیدار آخر میشه. متوجه شدین به این مسئله؟ به خاطر از اینکه امپریشن لازم نمی داشته باشیم بالای او فرد
که بتانیم او را قانع بسازیم که در کارهای بعدی هم با ما همکار باشه و این نتورکینگ اما ادامه پیدا بکنه در تمام عمرتان. بسیار اتفاق میفته که ما با یک جای سازمان کار میکنیم، رئیس ما فقط با ما در امو حد که کارمند امو سازمان هستیم با ما چیز میکنه، رفع مسئولیت میکنه و بعدش خداحافظ، ترا راید مرا رایم. ولی برعکس این موضوع هم شده میتونه. دقیقا همین چیزی است که شما باید در بخش نتورکینگ خود در مقاله واضح بسازید. بعد از مثلا ما اگر بگویم که چیزی که برای ما واقعا کمک کرد که ما یک نتورکینگ بسیار خوب داشته باشیم، یکی که ادابتبلیتی بود. آقای آریان بسیار خوب اشاره کردن که ما وقتی که میخواستم در مناطق دوردست برم نمیپوشیدم لباسایی که در اونجا زیاد مردم تحسینش نمیکرد و یا واژه‌هایی را انتخاب میکردم که عام فهم باشه. شواف نمیکردم رفته اونجا که گویا ما از یک سیاره جدید آمدیم و اینجا آمدیم صرف به خاطر از اینکه کار را انجام بدم و از شما یک استفاده ابزاری بکنم. یعنی بسیار خوب میتونی ادابت بکنی، ولی به این معنی نیست که در یک ساحه بعدی که میری و در اونجا عین کار بکنی. ممکن یک ساحه کاملا پروفشنال باشه، حفظ ظاهر یک مورد بسیار مهم باشه و یا که در سطح عموم مردم باید صحبت بکنی. این کاملا برمیگرده که شما چطور ادابت میکنین و مثال را که میتی دقیقاً یک آینه منعکس کننده امی مهارتتان باشه. و بحث بعدی اینتگریتی است. ادابتبلیتی ممکن طور یگان وقت شاید فکر بکنی که اینتگریتی شما را از بین میبره، ولی دقیقاً این به این شکل نیست. این بحث فرق میکنه. یگان ظاهر یعنی آنچه عقیده داری، آنچه رفتار میکنی آنقدر با هم یکسان است که افرادی که با تو در تعامل هستن اونا یک اعتماد خاص داره بر تو و به این خاطر حتی اگر شما دیگه در اون محوطه در اون سازمان و با اون تیم دیگه کارم نکنی، بازم آن چی میگی قابل قبول است و اونا حاضر و آماده هستن با شما همکاری بکنن. یعنی مثالایی که میتین باید نماینگر همین مسئله باشه. و یا که چیزی که بسیار برای من مهم است که وقتی من نتورکینگ می داشته باشم با افراد، ایره به عنوان یک جریان دو طرفه احساس میکنم. اما قدر که من کمک دریافت میکنم، اما قدر احساس میکنم دوباره برگردانم به جامعه، چرا که این مسئولیت من است. من به عنوان یک حلقه مفید سایکل میشم که خوبی ها، منافع، دانش، فرصت ها در جامعه جریان پیدا بکنه، نه که قطع شود در سر من. آدم های زیادی بودن که کمک کردن ما را در وقتی که نیاز داشتیم که چیونینگ اپلای بکنیم. امروز ما اینجا هستیم که برای شما ارائه بدیم امو پوینت هایی را که خود برای ما مفید بود. حالا یک مسئله است دوستا که من نمیفهم دقیقاً که پوینت هایی را که من میگم امی پوینت هایی است که شما را کمک میکنه 1000%. ممکن یک اپلیکانت دیگه نظر کاملا متفاوت داشته باشه، ولی من حس میکنم که همه چیزا پوینت قوی تر بود که اپلیکیشن ما را متفاوت تر ساخت و نتیجهشی بود که ما بردیم اوارده. به این خاطر من را به عنوان یک مثال میگم، فورس نمیکنم که حتما شما همین پوینت هایی که من نوشته کرده بودم شما هم عین کار بکنین. دقیقاً یک وقت بسیار خوب بگیرین، یک مکس داشته باشین، سلف ریفلکشن بکنین، ببینین که دقیقاً چی برای زندگی در ارتباطات شما هست که او سبب میشه که افراد با شما طی مدت‌های طولانی اما شناخت و احترام شما را حفظ بکنن و آماده شوه همکاری بکنن. و مهمتر از همه ای که دوستا قسمت گفتم بعدش هم میریم سوی مثالا هر قدر زنده باشه، هر قدر اسپسیفیک باشه و هر قدر روی نتیجهش صحبت بکنیم به مو اندازه مهمتر است. شاید شما در بخش لیدرشپ 3 تا مثال بدین، ولی وقتی میایین در سر نتورکینگ در واقع 2 تا از مثالایتان بسیار خوب میتونه بخش زوایای مثلا نتورکینگ شما را خوب یعنی بازتر بسازه، یعنی خوب میتونی که مهارت ها رو اینجا خوبتر تشریح بکنید. بیشتر سر همون 2 مثال تاکید بکنین، چرا که در اینجا لطفاً چیزی را که در لیدرشپ نوشته که اینجا آمده تکرارش نکن.
500 ورد بسیار فرصت کم است برای اینکه خودت ارائه بدی. هیچ چیز را تکراری نوشته نکن. درست است که راجع به قضیه صحبت میکنی ولی بیا از زاویه دیگه بحث ادامه بده، چرا که اینجا دیگه در مورد خودت صحبت نمیکنی یا در مورد لیدرشپ صحبت نمیکنی. اینجا در مورد ازی صحبت میکنی که چطور تانستی افراد قانونی بسازی که در یک تیم با تو کار بکنه و چطور تانستی که فرصت ها را از طریق همکاری از اونا چند بسازی، یعنی اضافه بکنی، چطور دانش که اونا داشتن استفاده بکردی و چطور تانستی که کارهای که غیر ممکن بود برای دیگرها تو او را برای تو ممکن شد. مثلا اگر بریم یک کارمند در نظر بگیریم، فکر کنین که به عنوان یک خانم کار میکرد، یکی که پر چالش بود کارش، ای که معمولا کارهای مردانه محسوب میشد. ثانیاً که فرض کنین در یک منطقه پر از تهدیدات امنیتی بود. حالا کسایی که قبلا کار میکردن در اون پست، اول خود کسی آماده نمیشد در این پست کار بکنم. ای که شما رفتین شروع کردین، خود از این نشان میده که نسبت به زیادتر افراد پوینت چیز دارین، یک پوینت بالاتر هستین. ثانیاً این که چطور همکاریایی که در جریان امی کار از افرادی که حالا هر کسی بوده باشه، استیکهولدر است یا مثلا اگر نوع قضیه شما فرق بکنه، میشه که انوستر باشه، میشه کلاینت باشه یا هر کسی که باشه، چطور با همکاری از اونا تانستی که کاری را که دیگران انجام نداده بود او را انجام بدی، نتیجه بهتر به دست بیاری، و یا ای که چطور با این نتورکینگ تانستی که کاری را که دیگران به شکل عادی انجام میداد و با امپکت عادی انجام میداد. مثلا نچرالی میرفتن 15 نفر ترن میدادن، ولی تو حال میری با همکاری مثلا مکتب عموم محل حال میری 25 نفره یا 50 نفره حال ترن میدی، با همون منابع، با همون امکانات و با همون تعداد کاربندی که قبلا انجام میشد. این کار این چیزایی است که بسیار زیاد مهم است. چیونینگ مشخصا نمیگه برای تو که تو چی میخوای، میگه که فقط اسپسیفیک باشین، میگه که فقط روی امپکت صحبت بکنین و این که چطور چیونینگ خودش به عنوان یک شبکه شما را در آینده کمک میکنه که برین برنامه هایی که دارین او را عملی بسازین. قسمی که گفتم براتون اول خودش برداشتتون میگین، بعدا موادی که بسیار مهم است برای شما در نتورکینگ او را یک دفعه یادآور میشیم و بعدا مثال های زنده میدی تا صحبت هایی که در بالا کردی او را زنده تر بسازی و چی میگه یک اویدنس داشته باشی که نشان بدی که من به آن چی گفتم عمل کردم و به می خاطر این عقیده در من شکل گرفته و این نظر من دارم. و ثانیاً ای که و در نهایت میشه که قسمت که قبلا براتون گفتم خود چیونینگ یک فرصت بسیار خوب معرفی بکنی و بگویی که درست است من داخل کشور با محیط و محل که بودم بسیار آشنا بودم، مردمش میشناختم، بسیار خوبم با اونا چیز میکردم، دیل میکردم، ولی حاضر هستم به یک محیط یعنی وسیع‌تر یا بزرگتر وقتی میرم برای او هم برنامه دارم و با افرادی که کاملا از کلچر مختلف، از کشورهای مختلف است، با اونا هم هیچ کدام مشکل یعنی مهارت پذیر دارم که سیچویشن بسیار خوب هندل بکنم و برش برنامه هم دارم. به خاطر که خوب با چیونینگ میخوای نشان بدی که درست است من افراد را میشناسم، ولی به خاطر برنامه‌ای که دارم نیاز دارم که افراد بیشتر را بشناسم و از چینل های مختلف کمک دریافت بکنم و به این شکل و من هم چیزایی دارم که به عنوان یک چیونر آمده اونجا با افراد دیگه چیز میکنه. مثلا در مورد کشور خود صحبت‌های خوب دارم که بگویم یا وایس میشم برای یک گروهی مشخص از یک طبقه اجتماعی و سایر موارد. این کلان برای شما برمیگرده و در نهایت در کنکلوژن میشه که یک دفعه تجدید تعهد بکنین مبنی بر آنچه صحبت‌هایی که کردین در بالا. که چیزی را که من یعنی واقعا برای من احساس میکنم یک نکته قوت است، این است که همیشه کوشش میکنین که افراد مختلف در نتورکینگتان یادآور شوین
از کلچر مختلف، پروفشنال های مختلف که ایژوکیشن های مختلف باشه در اونجا به مو اندازه بهتر است، چرا که معمولا اونا پای رهبرایی هستن که بدون نظر داشت کدام موضوع یا ملحوظات سیاسی و قومی و زبانی حاضر هستن با گروه هایی که در مقطع خاص زمانی نیاز داره به اونا کار میکنه و همگی برشان یکسان است و به همه احترام میگذاره. و ثانیاً اینی که روی موارد زیاد حساب بکنین یا بولدش بکنین که در جاهایی که مثلا تیمتان هیچ وقت انگیزه نداشته که کار بکنه یا ای که به شکل عادی کار میکرده و شما به عنوان یک فاکتور چطور تانستین که یک تغییر تحول زیاد را بیاری و امپکت خود چند برابر بسازی امپکت کارتانه. این چیز بسیار زیاد مهم است و مهمتر از همه ای که به عنوان یک رهبر و بعض وقتا در دیل کردن با افراد ما نهایت با تصامیم سخت روبرو میشیم. توضیح بدی که چطور تصامیم گرفتی و چطور هندل کردی، مهمتر از همه ای که چطور جواب داد و یک لسن لرن شده برای خودت و اعتماد به نفس داده که میتونی که در شبکه‌های بعدی در مواقع بعدی و با افراد مختلف هم عین مهارت به کار ببری. چیزی را که به نظر من نباید به هیچ عنوان رویش اشاره بکنیم این است که روی کلیجه ها در هیچ جای نباید به هیچ نوع تبعیض از لابلای صحبت های شما گرفته شود. اونا جدا از این موضوع متنفر است و نه تنها به عنوان یک رهبر بلکه به عنوان یک انسان هم در قرن 21 بسیار زننده است دیگه که ما روی مسائل خردریزه تمرکز بکنیم، با بخصوص اونایی که اینقدر اهداف بلند داره که میخواد یک از چی بنرا باشه. ثانیاً که از کلیگویی لطفاً جلوگیری بکنین. من بسیار خوش دارم مثلا که با مردم کار بکنم یا مردم همیشه با ما همکاری کرده، هیچ چیز به اثبات نمیرسانه این جملات، لطفاً هدر نتین اما 500 ورد داره. و همچنان ای که درست است که شما خیلی راحت هستین که با مردم کار بکنین، انعطاف پذیر هستین ولی در عین حال این ظرفیت را هم دارین که روی چیزی را که باور داری و روی چیزی را که به نظر خودت 100% خوب است میتونی هنوز چی میگن شخصیت یونیک خودت حفظ بکنی و در یک گروه جمعی که هر کس هر آواز داره خودت گم نکنی. یعنی این چیز بسیار زیاد مهم است. یعنی درست است با مردم کار میکنی ولی هنوز اما فرد یونیک هستی. در کل وقتی ما میخوایم در مورد نتورکینگ شما مقاله که نوشته کردی بخوانم، همه پوینت ها را باید از لابلای صحبت های شما بگیرم. به نظرم اما قدر کافی است و بعدا دوستای دیگه اگر نظر داشته باشه و یا موارد دیگه باشه حتما صحبت خواهیم کرد. ممنون شما. بسیار تشکر. بخیر سلامت باشید. انجینیر صاحب بفرمایید. انجینیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب محمد حبیب انجینیر صاحب بسیار با معذرت صدای شما کمی پایین میاد انجینیر صاحب. و من صدای مادبل است فعلا یکم پایین‌تر است انجینیر صاحب اگر لطف کنید. نمی‌فهم با من خیلی قسم میاد ولی یا دوستا اگر بلندتر بیاید نمی‌فهم. درسته بر ما هم میرم. صدای من میشنید؟ صدای من داره؟ بهتر شد ولی کم صدای شما داریم ولی کم پایین است. مشکل نداره ان شاء الله ادامه بدین. بله درسته. سلامت باشین. تشکر از همه شما. زه پښتو کې خبرې کوم. ما درې کې لږ سره مشکل ده. هغه راځو د څلورو سیګانو ته دا ډېر زیات مهمه په دې باندې چې ټول رائټینګ ده او ملټي ټاسکینګ ده. په یو وخت کې تاسو دا لیکلی نه شئ. خپل رائټینګ سکلز چې دا یو کاګنیټیو سکلز ده، هر وخت نه راځي. خیر ده تاسو نه کوي سیګانې څومره اوږدې شولې، مثلا ډېر به ورته فکر نه کوئ چې دا خو 1500 کلمات دي، دا ولې زیات شو. نو تاسو ولیکئ خپل لیډرشپ باره کې، د نیټورک باره کې او وایس سټډي لیکئ کې، همدارنګه کیریر پلان کې څومره چې اوږدې شي دا وروسته بیا هغه کېږي، کټ کېږي، پارافیس کېږي. زه پیسې باره کې اوس نه غږېږم، بیا بېرته راځم پیسې باره کې درته لنډ معلومات در کوم چې زما خپل پیسې ستوریانې څه شی دي. ما ته ټاسک راکول شوی چې د یوکي یونیورسټیانو باره کې وغږېږه چې یوکي یونیورسټي څنګه انتخابي دي. زه اول دې بحث ته راځم. ګورئ ما خپله چې یوکي یونیورسټیانو ته اپلای کړې ده، ما یو ټاسک له لارې اپلای وکړله.
UCAS UCAS په معنا ده ucas.com دلته چې لاړ شئ تاسو ځان ته یو آنلاین پلیټفارم جوړوئ. دغه آنلاین پلیټفارم کې تاسو هیڅ شی نه اپلوډ کوئ، صرف تاسو پرسنل ډیټیلز دلته ورکوئ او خپل ګریډز ورکوئ په انګلیسي کې البته، او خپل پرسنل سټیټمنټ لینک ورکوئ چې زما پرسنل سټیټمنټ له فلان استاد نه ده اکیډمیا نه او فلان رئیس نه ده په فلان کاري ځای کې چې تاسو کوم ځای کې کار کړی ده. د یوکاس اساني دغه ده چې تاسو نه 20 الا 22 پاونډ اخلي، تاسو کولی شئ 15 پوهنتونونو ته اپلای وکړئ. یعنې په همدغه 20 الا 22 پاونډو باندې کولی شئ 15 یونیورسټیانې تاسو انتخاب کړئ. څنګه انتخاب کوئ؟ هر کله چې تاسو خپل پرسنل ډیټیلز ورکړل، خپل ګریډز هم ورکړل او مثلا خپل ریفریز هم ورکړه، بیا اقل 2 دانې، بیا دوی تاسو په خپل یونیورسيټي لیست درکوي الفابیټیکل آرډر باندې چې څومره یونیورسيټیانې په یو کې دي، ټول معلومات راځي. تاسو هغه لوري انتخاب کوئ. 15 یونیورسيټیانو ته تاسو د یوکاس کنیکشن ورکوي. نو خوبي دغه ده چې ډیر نه هغه کېږي چې مثلا مختلف ویب سایټونه وګورئ یا ډایرکټ د یونیورسيټي ویب سایټ ته لاړ شئ یا ډیر مثلا په اصطلاح وخت درنه ونیسي، تاسو وځوروي چې دا دقیق ده که نه ده. یعنې خپل کورس ډېر په اسانۍ پیدا کولی شئ، خپل سبجیکټ او خپل انټري ریکوایرمنټس ښه پکې لیدلی شئ، مثلا پروفیسر سره مستقیم تماس نیولی شئ او په ضمن کې مثلا ډیسایډ کولی شئ چې مثال تاسو د درس او د ژوند بالانس باید هلته وجود ولري. یعنې دا ټول محتویات هلته شته دي. تاسو کولی شئ 15 یونیورسټیانو ته اپلای وکړئ او په ضمن کې ډیډلاین ته راځم. دغه یوکاس له لارې ډیډلاین چې ده دا په 15 د جنورۍ باندې ده. تاسو وروسته بیا دویمه طریقه هم درته ښیم. 15 د جنورۍ باندې یوکاس نشي کولی چې تاسو له پوهنتونونو سره کنیکټ. یوکاس خپله معنا ده د یونیورسيټي اینډ کالجز اډمیشن سروسز، یعنې 15 جنوري پورې تاسو وخت لرئ، هغې نه بعد وخت نه لرئ. ټاپ یونیورسيټیانې لکه آکسفورډ شو، کامبرج شو، هغوی په 15 د اکتوبر خپل اپلیکیشنز بندوي چې اوس بند دي، نو هغه اپشنز تاسو ته نه درکوي. نو د یوکاس له لارې بیا تاسو چې کله خپل ریفرنس او پرسنل ډیټیلز او ریفریز ټول واچول، بل سټپ دا ده چې تاسو ځئ انټرویو سټیج ته. یوکاس تاسو ته وایي چې مثال فلان انټرویو ته ستاسو اپلیکیشن رسېدلی ده، تاسو اوس انټرویو ته آماده شئ. دغه ګوګل میټ باندې انټرویو اخلي، فیس ټو فیس نارمل کوېسچنز دي. هر هغه څه چې تاسو سټیټمنټ اف پرپز کې لیږلي دي هغه مقاله کې همغه بیرته تکراروئ په پارافریز شکل باندې. بیا چې کله ستا انټرویو خلاصه شي، هغې نه بعد ډیسیژن په تاسو اخلي چې هغې ته موږ یوکاس ټریک وایي. ډیسیژن 3 قسمه ډیسیژن در باندې اخلي. یا درته انکنډیشنل آفر درکوي، احیانا آیلس هر څه ورته اماده کړي وي، انکنډیشنل آفر درکوي، درته وایي مبارک دی. دویم درته کنډیشنل آفر درکوي چې یا آیلس یا یو اسناد یا د پوهنتون اسناد کم بوت ولري، هغه پوښتنه درنه کوي. او دریم بیا نو ریجکشن دا خیر بیا تاسو په ځای د دې چې 15 یونیورسټیانو ته اپلای وکړئ، 2 نور یې اضافه کړئ to be on the safe side. نو دغه یوکاس ډېر ښه پلیټفارم په دې ده. زه خپل ډیسیژن خپل فیصله تاسو ته کوم. زه له امریکا نه راغلم، مثلا ما ډېر آنلاین اکاموډیشن ما خپله کتلی او د یوکاس له لارې ما خپل کور وخته ونیو. هغه ځای کې چې خلک وو، زه جومات ته د ما لاسرسی نږدې ده، پوهنتون ته نږدې یم او حتی په ډېر ارزانه مې ونیو. زه مثلا فعلا په 1500 روپۍ کور کې اوسېږم، پوهنتون ته ډېر زیات ارزانه ده. او مثلا دا ډېره مهمه خبره ده چې مثال تاسو مخکې له دې چې پوهنتون جوین کړئ، تاسو خپل لوکیشن ځان ته وګورئ، خپل استادان وګورئ، کوم سبجیکټ وایي، آیا هغه سبجیکټ چې ته وایې تاته په لانګ رن کې ګټه رسوي نه رسوي. نو دا ډیسیژنز ډېر زیات مهم دي. یو خو د یوکاس مسله شوه چې یوکاس له لارې تاسو 15 پوهنتونونو ته اپلای کولی شئ. بل کولی شئ چې ډایرکټ یونیورسيټي ویب سایټ ته لاړ شئ، آنلاین اپلای وکړئ. هغه هم اسانه ده، خو ټولو نه اسانه طریقه یې یوکاس ته چې یو ځل زحمت غواړي. او دویمه طریقه یې دا ده ډایرکټ یونیورسيټي ویب سایټ ته ځئ، خپل کورس پیدا کوئ، په اپلای بټن کلیک کوئ، خپل سټپ بای سټپ پروسس لري چې تاسو یونیورسيټي ته څنګه اپلیکیشن جمع کوئ. بله طریقه یې دا چې هایر ایجوکیشن سټاټسټیک ایجنسیانې دي، یونی ګایډ دي او یو کې سټډي
استدی پلان دی کنه دو بندم کولای شي. خو عادي طریقه دغه ده چې یو کاس لاره مختلف شي او یا ډایرکټ یونیورسيټي اپلای کوي ظفري صاحب نه پوښتنه وکړي یا هغه چې نران چې الریډي په دلته درس ویلی تاسو هغه یونیورسيټي وښایي چې کوم ته ستاسو زور رسیږي. زور نن هدف تاسو د آیلس یا د توفل سکور دی چې دا ډېر زیات مهمه ده. فرض مثال مثلا کینګز کالج په ډسپیوټ ریزولوشن کې 8 سکور ته ضرورت لري. نو 8 سکور اخیستل لږ څه زحمت غواړي. داسې نه چې مثلا تاسو دا پوهنتون انتخاب کړی بیا ورته تاسو ونه شئ کولی چې د آیلس یا توفل سکور برابر کړئ. نو هدف مې دغه ده چې د کاس له لارې تاسو ماډریټ لیول یونیورسيټي پیدا کولی شئ، ټاپ هم پیدا کولی شئ او لو رینک والا یونیورسيټیان هم پیدا کولی شئ. بله خبره چې تاسو سره زه شیر کوم داسې یونیورسيټیان په یو کې کې شته دي چې هغه هېڅ آیلس ته ضرورت نه لري. زه د مثال په طور باندې ځینې نومونه اخلم چې یو ایسکس یونیورسيټي ده چې زه څونه معلومات لرم زما ملګري پکې شته. ګرینویچ یونیورسيټي سکور نه غواړي، نه آیلس غواړي، نه توفل غواړي. بولټن یونیورسيټي ده، یونیورسيټي اف جنیوا ده، برسټول یونیورسيټي ده، باسل یونیورسيټي ده، آسټن یونیورسيټي ده او برونل یونیورسيټي ده. دا هیڅ آیلس ضرورت نه لري. که احیانا مثلا آیلس تاسو مشکل پیدا شو یا توفل کې مشکل پیدا شو تاسو کولی شئ چې مستقل برونل یونیورسيټي او دغه څو نومونه چې ما واخیستل ایسکس او ګرینویچ، بولټن، جنیوا، برسټول، باسل، آسټن، برونل دوی آیلس ته ضرورت نه لري. یعنی بغیر له آیلس تاسو کولی شئ اپلای وکړئ. انجینیر صاحب یک لحظه ببخشید برار، چون دوستای زیادی داخل مسیج به این مسئله اشاره کردن میشه که شما مستقیم گپ بزنین، حدث یا گوشگیر قطع بکنین صدا شفافتر بیایه، چون مایک هم ما بسته است. میشه شما یک گپ بزنین که پارازیت هم پخش نشه. ببخشید وسط صحبت شما. اما آواز راځي؟ خب ما په د تیرو خبرو باندې پوه شو چې یوکاس او هایر ایجوکیشن سټاتستکس و ډایرکټ اپلیکیشن او دا خو تاسو ته د اورېدلو وړ وګرځېدي و هم اورېدلې چې ما څه وویل. جناب حبیبی صاحب صدای ما را میشنوید؟ بله بله جناب صدای شما رو داریم. بفرمایید. ما در جمله یوکاس صحبت کردم که شما چطور میتونید از طریق یوکاس اپلای کنید. ucas.com مستقیم اپلیکیشن آن میشه، یک آیدی تان جور میکنین، آیدی و پاسورد از اون لاگین میشید، به کل پانتونا دسترسی پیدا میکنین. مسئله یک. مسئله دوم این بود که دایرکت به یونیورسیتی اپلای میکنین، از دیگه چیز را پرسان میکنین. کسایی که آلردی درس میخوانن اونا میتونه با آسانی براتون یونیورسیتی نشان بده. و مسئله دیگه که اگر آیلتس یا توفل سکور گرفته نمیتونین، میتونین به یونیورسیتی هایی که قبلا نام گرفتیم یک بار باز نام میگیریم. یونیورسیتی اف ایسکس، گرینویچ، یونیورسیتی اف بولتن، یونیورسیتی اف جنیوا، یونیورسیتی اف لانکاشایر، یونیورسیتی اف برستول، یونیورسیتی اف بیسل، یونیورسیتی اف آستن ان برونل. اینا هیچ با آیلتس و توفل نیاز نداره. مستقیم شما امتحان میتین، اپلیکیشنتان روان میکنین، اینا براتون انکندیشنال آفر میده. این بود مسئله اپلیکیشن های یونیورسیتی ها بودن. و میم با اپلیکیشن اچیونینگ لطفا مثلا سر یک چیز کار نکنید، حین زمان سر اپلیکیشن هم کار کنید. یعنی اپلیکیشن های یونیورسیتی هم کار کنید. برین کتی استادایتان گپ بزنید که براتون رفرنس لینک بده یا وعده بده که براتون ما رفرنس میتیم. در این زمان جای وظیفه انجام دادین اوجم برین براتون یعنی وعده باید براتون داده شود که بله نام ما من حیث رفرنس میشه که ما شما را رپرزنت کنم. در این زمان چینینگ اپلیکیشن شاید 1 ساعت 2 ساعتی بگیره و زیاد وقت نیست. مهم مسئله ای است که 4 سیتان نوشته کنید. قبلا آریان صاحب گفت که لیدرشپ سی است، خانم ریحانه گفت که نتورکینگ سی هستن. باین مرور زمان باز پرسونال استیتمنت تان نوشته میکنین، کریر پلان تان نوشته میکنین. ما معمولا براتون میگم که لیدرشپ یعنی چی. زود سر اسیات تیر میشم. لیدرشپ به این معنی یک کلن تعریف قسم بده که کتی مثالای خودت یک چی داشته باشه، یک لینک داشته باشه.
و خود اسی ها کل زمانتان نشان میده. از وقت طفولیت چی انجام دادین، مکتب چی انجام دادین، پانتون چی انجام دادین، جاهای رسمی چی کار کردین. مثلا در لیدرشپ اسی میگن که وقتی که مثلا ما چی تو مثال ها دادیم. مثال هایی بود که مثلا وقت ما هند درس رفتیم مشکلات زیادی وجود داشت، مثل که آریان صاحب گفت با تکنیک استار پیش میرین. چی مشکلاتی را دیدین، چی کارایی را انجام دادین، هیچ به هیچ مشکل تسلیم نشدین. چی مشکلاتی دیدی، چی کارایی را انجام دادی. مثلا ریزلت از چی بود، خودت چی به دست آوردی و در لانگ ران چی به دست آوردی. ادی مثال ما هندوستان رفتیم زیاد مشکلات بود، نان صحیح نبود، درس‌ها را نمیفهمیدیم، انگلیسی دیگه مشکل بود، ماتماتیکس دیگه مشکل بود، اینتگریشن و دیفرنشیشن. بچهای افغانا را که دیدیم هیچ نمیتونستن که این درس‌ها را پیش ببرن، حتی در اول سال ناکام ماندن. هند رفتیم این مشکلات بود. با این مشکلات چی کردیم ما؟ مثلا ما شخصا انگلیسی ما قوی تر بود، به این خاطر که ما زیاد وقت تدریس کردیم. ما خیستم همی درسای پانتونه آسان‌تر ساختیم به زبان عامیانه، پشتو دری با همسنفه خود میگفتیم. نه تنها اونا کامیاب شدن، ما یونیورسیتی خود ټاپ کردم. I got my gold medal. و دومی که په افغانستان برگشتیم، همی دوستایی که ما کتشانه موجه کمک کرده بودم، کتینا نتورک ساختیم، ما شرکت جور کردیم. از روی از اونمو شرکت بجای ازی که خارجی ها امو پروژه را مثلا به $1,000,000 چی کنه اگزیکیوت کنه، عملی بسازه، ما امو را به 5 لک کار کردیم، 7.5 لک کار کردیم. هم با حکومت افغانستان به ملت چی کرد، هم به خود ما یک چیز شد. در لانگ رن این مثالایی بودن. یا مثلا یک لیدرشپ مثال داده میتونن که در عمل منفعت در جایی که شما مثلا زندگی میکنین نفتون به دیگران چی هستن. و در آخر ایسی شما وعده میدین که لیدرشپ یوکی یک وعده میدین که یوکی مثلا لیدینگ رول داره، خوب لیدرای داره، میشه که یک نفر نام بگیرین، جای نام بگیرین، یا یک کمپانی را نام بگیرین که اونا چطور لید شده. ما هم میتونم که او کمپانی و جای و انسان و شرکت از نزدیک ببینم، دیگه هم لیدرشپ کوالیتی را دیولپ کنم، پس بهم این کار انجام بدم. هر اسی نوشتن به معنای ضرورت است. مثلا 3 نفر هستن او نیست، هیچ او د اوسا وجود نداره، تو ضرورت میفهمی، میری او پیدا میکنی، میاری به اینا و میتی او که بخوره، پس تقریبا در وجودشون انرژی به وجود میاد، حرکت پیدا میکنه. یعنی کوشش کنید که هر چیزی که شما نوشته میکنین باید بفهمین که کانکشن ازی کتی مثلا چی فایده داره. تو باید بفهمی مثلا که ما یوکی میرم، فلان جای درس میخوانم، فلان کتابا را میخوانم، امی کتابا باعث این میشه که این مشکل در افغانستان حل میکنم. مثلا ادی مثال از طریق انجینری ما براتون مثال بودم که در افغانستان ما زیاد پروژه را انجام دادیم ولی به شکلی که انجام میشد نشده. ادی مثال پروژه کابل جدید به میلیون ها دلار مصرف شده ولی جای نگرفته. او که اوجا جمع میشه او ما کجا ببریم؟ یا در شهر نو شما کابل شهر نو گشت کردین، در وقت بارش او جمع میشه که موتر تیر میشه هر جوی چپر. چرا؟ به این مثال مثلا ما خودم شخصا گفتیم که we can have underground tunneling جور میکنیم، کلی او جمع میکنیم، او به ریفاینینگ کمپانی پیش میبریم، ریفاینینگ کمپانی پس او سر شهر تقسیم میکنه که فعلا امی تنلینگ استراتژی که است بسیار زیاد ارزانم شده ولی زیاد وجودم داره، اکسس هم بیشتر است. یعنی باید شما اگر دکتر باشین، ساینس حقوق میخوانین، انجینری میخوانین، طب میخوانین، اقتصاد میخوانین، باید بفهمین که در افغانستان چی مشکل است. یکی از مسئله مهم که اچیوینگ شما مین پس افغانستان میرین. خب در افغانستان فلان مشکل است، ضرورت به او است. با یوکی میم امی او پیدا میکنم، پس افغانستان میم او میتونم این مشکل حل میشه. با معنی عادی که براتون بگن باید بفهمین که چی مشکلاتی وجود داره، چی تو حل میشه و تا این زمان خودت چی مشکلات حل کردی. در هر ایسه و امی 4 ایسه تان باید هوموجینیس باشه. They have to have interconnection. هر ایسه بگویه که I am the one who is looking for water, to find water and for example to quench the thirst.
امو تشنګي رافع شوه. یعنی په عموم کې باید د تاسو څلور سیګان یو بل سره باید یو ربط ولري. او زه فکر کوم که مثلا لیډرشپ سي دا که نتورکینګ سي تر اعظم لیډرشپ کې مې تاسو ته مثالونه درکړل. نتورک سي کې دغه مثال زه ورکوم چې مثال ما په فلان ځکه یا په فلان هیواد کې ما بورس اخیسته او بیچلرز مال تخلاص کړ. دغه نتورک ما کریټ کړ. د دې نتورک لاره ما دغه مکتب سره کومک وکړ، د یونیورسيټي سره مې کومک وکړ، جامعې کې مې کومک وکړ، یا انلاین لایبرری ما جوړ کړه. کولای شي مختلف مثالونه ورکړي. یعنی نتورک په معنا د دې معنا ورکړي چې تاسو څوک لیدلی څنګه مثال هغه سره تاسو رابطه جوړه کړې ده او د هغې له رابطې نه تاسو کومه ګټه اخیستې. زه عادي مثال درکوم. ما په UN کې درس ورکاو، په عین زمان کې ما په پونتون کې درس ورکاو. ما له پونتون شاګردان واخیستل، UN ته مې از ولنټیر بوته. په لانګ رن کې هغه ولنټیر شاګردان وظیفې واخیستلې. and that change still continues. تاسو په زه یو عادي مثال بل ورکوم. جیهو فلم بم کتلې، هغه کې دا کنټنټس مهم دي، فلم مهم نه ده. یو نفر نصیحت یو ته کوي، بیا یو ته وایي چې ته به دوه نورو ته دا نصیحت کوي، دوه نورو ته وایي ته به دا نصیحت کوي. یعنی تاسو خپل نتورک نه څنګه ګټه اخلئ، څنګه معمول منفع نورو ته ګټه رسېدلې. هیڅ کله به خپل سې کې نه وایي چې زه اول نمره وم، زه ډېر لایق یم، یا زه ډېر زیات غریب یم. دا خبرې به نه کوئ. essay is a verbal fight. خپل هر essay معنا دا ده چې دا یو verbal fight ده. یعنی تاسو بیګینګ نه کوئ، ګدایګري مثال به نه ورکوئ. داسې مثال به ورکوئ چې که ته نه یې زه ځم فل برایټ ته، که تا سکالرشپ را نه که زه ځم ایفل سکالرشپ ته، که تا سکالرشپ را نه که زه ځم مثلا وینچر سکالرشپ ته. there are thousands of scholarship in this world. زیاد هستن. و بله خبره دغه ده اگر شما اسیایتان دی سکالرشپ جور کردین، اگر احیانا این سکالرشپ نشد با صدها دیگه سکالرشپ هستن، شما موزینی خود جور میکنین. اگر خپل تگلاره در معلومیگی، اسیتان ready, your essays are ready, your reference letters are ready, your application, you know the application processes, you have IELTS score, you have, for example, diverse range of opportunities. If not Chevening, you can go ahead with other scholarship. ولې په دغه پروسه باندې ځان پوي کوي. نو هغه لیډرشپ او دا نتورکینګ او راځم پرسنل سټیټمنټ کې خپل قصه کوي چې زه کله مثلا د خپل طفولیت له وخت نه دغه رشتې سره زما شوق او زه څنګه دې رشتې ته راغلم. دا مثال به ورکوي. بیا مثلا مکتب از مکتب به پونتون چې تو را پیدا کردین. پرسنل سټیټمنټ معنا something personal. شاید ډیر عجیبه قسم پکې. مثلا زما ماشومتوب نه شوق دا و چې مثال زما پلار یو ځکه کار کاوه چې هغه مثلا بلډینګونه و، هلته دیوالونه جوړول. نو کله چې ما دیوالونه جوړول زده کړل، اخیری پکچر مې د دې بلډینګز د زما ذهن کې دا سوال پیدا شو چې یاره کته انجینر سه دا به ډیر ښه. هغه وخت نه ما ته خوند راکاو چې زه ټال بلډینګز وګورم، برجونه وګورم، سټرکچر. هغه وخت نه ما ته دا ذهنیت جوړ. بیا نو په دې پوه شوم چې یاره ښه انجینر د لپاره ماتماتیکس د شیونو ته ضرورت ده، په ریاضي د شیونو په انالیسس باندې پوه شي. یعنی کرا دغه چین ورکي. باید علاقه م لکومه پیدا شو، مکتب کې څه خلوي، پوهنتون تم څنګه لار پیدا کړه. اوس ولې د غیر رشتې ترازی کوم د سلطنتي کار تا کړه د چې تا منګه قبول کړه. it's not a free money that they will give you for free. you need to fight for that. ته باید دې خاطر وجنګېږي. ولې موږ ته پیسې درکړو. you have to be unique. او هیڅ کله من ډایرکټ ونه وایي چې زه ډېر تکړه وم او اول نمره کامیاب شوم. نه، your story should tell that why you are unique. لکه مثلا ما ویل چې مثال مې لیډرشپ کې ورکړ چې ما ډېرو شاګردانو سره هلته کومک وکړم، صنفیان مې وو. نه تنها په دې چې مثال ما یونیورسيټي ټاپ کړله، ما ګولډ میډل هم واخیسته، ما سلور میډل هم واخیسته. یعنی هغوی ته مې ګټه ونه رسوله، په ضمن کې ما ځان ته ګټه ورسوله. نو وای سټډي ان یو کې تاسو باید د پرسنل یو علاقه وښیئ چې تر دا اوسه مې شوق ده، پاشن مې درلوده، پاشن لرم او دغه پاشن چې اوسه پورې لرم دغه مې کړي. فلان کارونه زما په وس پوره نه دي، هغه تاسو سره دي. زه دغه پونتون ته ځم، دغه ارګنایزیشن ته ځم، په دغه یونیورسيټي کې په دغه ارګنایزیشن کې زه د یونیورسيټي تر څنګ کار کوم، دا شیونه راټولوم، دغه مشکل په افغانستان کې ور باندې حلوم، دغه مشکل زه دغه څه حلوم. خپل طرح باید ورکړئ. unrealistic ونه غږیږئ چې مثال د تاسو لاغه سره یو هیڅ کوم کنیکشن ونه لري. دغلته کسان تګي دي،
دغه اوبه اخلم، زه دغه بوشکه اخلم، د اوبه را ډکوم، بیرته راځم د تګو کسانو ته زه دغه کار کوم. بیا تکراروم. په هر حصې اخر کې وعده ورکوي. څه خل وعده ورکوي؟ مثلا ورته وایي چې فلان کمپنۍ د تاسو په خپل فیلډ کې دغه شیانو کې لیډینګ ایکسپرټس دي، زم دوی سره ولنټیر کار کوم، دا شی ورنه کاپی کوم، د دوی دا مایند سیټ کاپی کوم، راځم دا اپلای کوم، یا دغه کتاب وایم، یا فلان پروفیسور په دغه شي کې ډیر زیات تکړه ده، نو دا ډیر زیات ریسرچ ته ضرورت لري. بیا راځم دغه اخیری سه باندې لږ خبرې کوم، هغه کیریئر پلان ده. په کیریئر پلان کې تاسو لږه اشاره کوئ چې مثال په کیریئر پلان کې زه غواړم چې دغه کارونه وکم. کیریئر پلان په درې برخو باندې وویشئ. مثلا وایي چې په افغانستان کې دغه مشکل دي، دغه مشکلاتو ته زه مثال حقيقي مشکلونه به وایم. مثلا ما خپل کارو کې دا مشکلات ویل چې افغانستان کې پروژې شوي اساسي نه دي شي، افغانستان کې اکیډمي اکستا ده، ولې موږ په خوخه درس نه ورکول کیږي. ځان ته خپل شروط سوالات جوړ کړی ده. دغه مشکلات وجود لري. دغه مشکل مثلا په اکیډمیا کې دغه مشکل دي، په پروفیشنل سېکټر کې دغه مشکل دي. مثلا دغه وزارتونه خپل کې انټر کنیکټډ نه دي، هوموجینیس نه دي چې انفراستراکچر پروجیکټ مثلا په ښه شکل سره راغی. زه غواړم چې دغه مشکلات ته دغه سي حل پیدا کړم. بیا خپل کیریئر پلان په درې برخو باندې وویشئ، لکه څنګه چې ما کړی وو. شارټ ټرم کیریئر پلان چې زه زم د وظیفه اخلم، مثلا دغه وظیفه په دغه طریقه بیرته اخلم او دغه سپانتونو سره زه فری درس ورکوم، مثال د خپل رشته کې. بیا میډ ټرم کیریئر ګول کې دا ولیکئ، مثال زما په نظر سره لکه څنګه چې ما کړی وو، مثلا په پبلک سېکټر کې زه غواړم لار پیدا کړم او دغه حکومت سره دغه تغیرات راولم. په لانګ رن کې زه غواړم چې د آینده جنریشن په خاطر، آینده نسل د پاره یو الګو اوسېږم په خپل فیلډ کې. که ډاکټري په ډاکټري کې باید یو الګو اوسې، که انجینري په انجینري کې، که ساينس دی ویلې. نو درې کیریئر ګولز، شارټ ټرم شو، میډ ټرم شو، لانګ رن شو. بیا اخر کې بیا ورته وعده ورکړي او چې زه دغه کوم، په دغه کیریئر کې دغه خلک رسیدلی دي، دغه ارګنایزیشنونه دي، زه بیرته راځم عین هغه شی دلته اپلای کوم. او بل اخیری خبر زه کوم، او بخی ما وختم زیاتونه و 4 ایسی په یو وخت شروع کړي. خیر دا یو ایسی 1500 ورډ ده، د تا ایسی د 2000 ورډ سي، پروا نه کوي، وی ویل کټ اټ. ځینې وخت مثلا ته دی باندې چکر ته وته پارک کې ګرځي، فکر در ورځي چې نه هغه شی په دې سي کې په درد نه خوري دلته، یا دغه نظر زه باید کټ کما، یا دغه 2 نظرونه 3 نظرونه خپل کې سره کنسایز کما. ما په شروع کې ویل چې رائټینګ از ا کوګنیټیو سکل، ټول ذهن پورې دي. اټس لایک کاونټینګ سټارز. مثلا تاسو به خخ رائټرانو نمونه اوریدلی، مثلا شکسپیر ان اول، یعنی د دوی رائټینګ او د عادي کسانو رائټینګ ډیر زیات فرق کوي. مثلا ځینې وخت کې تا وایي چې describe yourself in a single sentence، نو دا ګوره ځینې کسان شاید یو سنټنس عین زمان کې جوړ نه کړي، نو رائټینګ ته تاسو ډیر زیات وخت ورکوي. یونیورسيټي اپلیکیشن هم عین زمان په مخبوزه یا ریفرنس سره، یعنی د سینه چې یو تنای سیګانو تناسي نور ارڅ پاتې. سکیل یورسلف، خپل ځان ترازو کې وتلی چې هر سټپ یعنی ځان ته یو ښه سکیجول جوړ کړي، او په زمن کې مثلا ډسټراکشنز باید نه وي. ان شاء الله که دا سکالرشپ نه کېده، ډیر نور سکالرشپونه شته دي. ما خپل پرسنل سټیټمنټ شته، که څوک غواړي چې پرسنل سټیټمنټونه زما وغواړي زه ورسره شیر کولی سم. زما د دوستانو دي یا هغه ملګري چې مثلا موږ په ګډه کار کوو، هغوی اوس استرالیا کې دي، فل برایټ کې تللی دي، د هغو ایسیز ته هم زه لاسرسی لرم. یعنی ریل لایف مثالونه کولی شو موږ تاسو سره شیر کړو، او ځان ته یو سکیجول جوړ کړئ. په هغه سکیجول باندې داسې ان زمان په ټولو کټګریانو کار وکړئ، یونیورسيټي ته هم اپلای وکړئ، ریفرنس هم پیدا کړئ، سټیټمنټ اف پرپز هم جوړ کړئ، 4 ایسې هم جوړ کړئ. او یو دفعه رائټینګ نه کېږي، بیا تاسو ته یو دفعه رائټینګ نه کېږي. اوس چې یو نیم ساعت 15 دقیقې رائټینګ وکړو، وځه سپورت وکړه، واک وکړه، مثلا ټیک ا شاور، تا ته حتما فکر راځي چې دا 2 شیونه داسې کېږي. یعنی کولی شي چې 2-3 آیډیا یو ځای کوي، یو آیډیا یو ایسې نه بل ایسې ته بوځئ، بیا وګورئ له پاس انګل نه چې دا 4 واړه ایسې خپلو کې کنیکشن لري نه لري. نو ان شاء الله تعالی بیا به سره تماس کې شو، ځګانې هر څه تم ضرورت موږ هم خدمت کی، والا عزت و کور ودان. بسیار تشکر جناب صاحب بزرگوار از دوستایی که معلومات را شریک ساختن. دوستان بسیار با معذرت بابت اینکه جلسه ما کمی طولانی تر شد،
انشالله که شما از این جلسه تمام معلوماتی که لازم دارین در رابطه با بورسیه چیولینگ را به دست بیارین. خواهشاً دوستا میتونین بر فعلا بر 10 الی 20 دقیقه انشالله به سوالات شما وقت میدیم. اگر برای مهمانان ما انشالله مشکل نباشه، انشالله مشکل نیست دوستا برای شما. از طرف ما هیچ مشکل نیست، فقط دوستان لطف کنن سوالی که میپرسن امو شخص مورد نظر رفرنس بدن، یعنی دکتر سیب باشن، خانم عزیزی باشن که مشخص برن رو مسئله. و دومی که هیچ پروا نداره برنامه اگر 3 ساعت هم بشه، اگر ما بتونیم چی بکنیم برای دوستا ارزش داره، یعنی رو خیلی چیزا نمیشه قیمت گذاشت، باور کنید بسیار زیاد ارزش داره و کسی که بخواد شیفرینگ بره باید ساعت ها تحمل انتظار داشته باشه. به هر حال سوالات هم دوستان اگر من پیش بگم، بله نمره تافل آیلتس ضرورت است، بجز پانتونایی که انجینیر سب گفتن لیست میکنن. انجینیر سب لطفاً هم لیست همون پانتونا رو بنویسین. دومی که تا 2 جنوری شما وقت دارین. سومی که فقط برای ماستری هست شیفرینگ، برای دکترا و لیسانس هم نیست و از داخل افغانستان هم میتونین اپلای کنین. خوشبختانه امسال شیفرینرها خیلی تپ و تلاش کردن. دکتر صاحب همگی ما که بشه همین فرصت در افغانستان بشه. این سوالا بود که کلی من اینجا دیدم، حالا میشه سوالا رو مشخص‌تر بپرسیم. ما در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر آلیانس بزرگوار. دوستان میشه سوالاتتون از طریق متن پرسان بکنین. اگر راحت نیستین یا کسایی که میخوان صحبت بکنن، خواهش بسیار دوستان لطفاً سوال تکراری نباشه. زایست که از ضایع وقت جلوگیری بکنین. ان شاء الله اگر سوالتون تکراری نباشه خوب دقیق گوش کنین سوالتون، اگر که قبلا پرسیده نشده باشه. دیگه از بانو وحیده حبیبی میگیم سوال. بفرمایید بانو وحیده. بانو وحیده بفرمایید. خب از فرزاد جان نوری بفرمایید. فرزاد جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همگی، وقت شما بخیر. نخست جای داره که از همه بله سلام علیکم، وقت همه شما بخیر. تشکری. آمد فرزاد جان. خواهش میکنم، مشکل نداره. بانو وحیده بفرمایید. دوستان بزرگوار اگر فکر میکنین اینترنت شما بسیار مشکل داره نمیتونید صحبت بکنین، خواهشاً سوالتون از طریق چت باکس پرسان بکنین. درست است که راحت تر میشه ان شاء الله. بانو بزرگوار شما لطف بکنید، اگر شما لطف بکنین از طریق چت باکس پرسان بکنین سوالتون رو، فکر میکنین اینترنتتون مشکل داره که باز ان شاء الله پاسخ کنم میدم. اگر صدای من دارین من صحبت بکنم. بفرمایید. صدای شما رو دوباره قطع شد. سلام مجدد خدمت اساتید بزرگوار. بله ادامه بدین. خواهش میکنم. تشکر میکنم که در وقتی که ما در زندان خانگی به سر میبریم شما شجاعانه و دلیرانه ما را میتونین کمک بکنین. سپاسگزار هستم. به قول ایرانی‌ها دست گل شما درد نکنه. شما پیروز موفق باشین. در قسمت ازی که بورسیه برای تنها برواناس است یا بر ذکوری را اما نفهمیدم. در لابلای حرفایتان صحبت نکردین و در ضمن ای که ما چطور بتانیم اپلای بکنیم و بسیار شما آگاه هستین که اینترنت نمیشه که ما یک سایت باز بکنیم. از لحاظ از این که صدای شما دوباره قطع شد بانو وحیده بزرگوار. وقتی ما میریم یک لینک باز بکنیم نوشته میشه سکیوریتی یا مشکل امنیتی آره. ما خودم تمام شما که من تازه به شما معرفت حاصل کردم و استاد بانو عزیزی که واقعا استاد ما هست و خیلی استاد فرخنده است. تشکر میکنم که شما این جلسه را برگزار کردین و ما را جان ساختین و از صحبت‌های صمیمانه و عالمانه‌تان خرسند شدم. خودم شخصا بسیار زیاد تشکر. موفق پیروز باشین. تشکر یک جهان. تشکر از شما بانوی بزرگوار. اگر شما بانو عزیزی اگر شما میخوام پاسختون بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. لطف کردن که اینا بودن. طبیعی بود که همه دوستایی که اینجا بودن تلاش خود کردن که
تا حد امکان با دوستای زیاد شریک بسازه موضوع را، به خاطر از اینکه هدف کلی ما این است که هر قدر بتانیم اپلیکیشن زیاد داشته باشیم در این سال، به ما اندازه ادعای ما مبنی بری که مردم افغانستان علاقمند این پروسه است و در آینده مشکلات کلان رفع بسازه. به خاطر از اینکه قبلا میفهمیدیم که یکی دو سال تنها محدودیت بود مبنی بر کسایی که داخل افغانستان بودن نمیتونستن اپلای بکنن و یا امسال خوشبختانه محدودیت رفع شد، ولی در ابتدا اپلیکیشن کلوز بوده و فعلا یک اندازه ناوقت هم شده، اما بازم ای که اوپن شد و میتونن که دوستان میتونن اپلای بکنن، خودش خوشبختی است. و امیدوار هستم که تعداد زیادی از اپلیکیشن ها بتونه چیز شود، سابمیت شود و هرچند که وقت کم هم است، اما آرزوی موفقیت میکنم به دوستای ما و این سبب شود که ما دادخواهی بکنیم بعداً به خاطر سیت های بیشتر برای افغان ها. در قسمت سوالشان گفتن که آیا از لحاظ جندری کدام محدودیت است که بر خانم‌ها؟ نخیر، به هیچ عنوانه. هر کسی میتونه در سنین مختلف از خانم‌ها و آقایان میتونه بدون کدام نظر داشت، کدام هراس آزادانه یک پروسه کاملا آزاد و رقابتی است. هر کی بیشتر خودش خوبتر بیشتر چیز کرد، پرزنت کرد، همون نفر برنده است. و امیدوار هستم که همه دوستایی که اینجا حضور دارن بتونن موفق شن به این کار. سوال بعدیشون دیگه چی بود؟ در قسمت اینترنت. در قسمت اینترنت فکر نکنم که من دوستان صاحب نظر باشم، به خاطر از اینکه من فعلا در افغانستان نیستم و اینترنت استفاده نمیکنم و از اونجا مشکلاتشان واقعا نمیدونم و راه حلش هم من زیاد بلد نیستم. به این خاطر فکر میکنم دوستای دیگه که اگر اونا بتونن نظر خوب و توصیه خوب داشته باشن، اونا اگر این سوال جواب بدن به نظرم بهتر است، چون ما تجربه نکردیم و راه حل درست هم نمیفهم، نمیخوایم مسلید بکنم کسی را. ممنون. تشکر خانم عزیزی. فکر میکنم کدام مشکل اینا گفتن که اگر سایت اوپن کن سکیوریتی مسیج کدام مسئله سکیوریتی نیست، شما در گوگل بسیار با آسانی پیدا کرده میتونه، نه تنها اگر گوگل بلکه سوشال پیج هم ببینین، ما شیر کردیم لینک ها را، اگر لینک گوگل بندازین بسیار با آسانی پیدا کرده میتونین شیفنینگ و این بندویت زیاد هم ضرورت نداره. تشکر بسیار از ظفر بزرگوار. دوستا خلاصه بکنم، از لحاظ سنی و از لحاظ جنسیتی کدام محدودیتی برای شما موجود نیست. شما میتونین اپلای بکنید، صحیح است؟ هم از طریق ذکر با اوناست و در هر سن سال که باشین، صحیح است؟ ان شاء الله. بدون شک باید لیسانس داشته باشین، به این معنی که سنتون حتما از 20 بالاست. دوستا کدام کسی دیگه سوال داره لطفاً مطمئن باشین که اینترنت شما درست است، که صدای شما درست شنیده شود. در غیر صورت از طریق متن میشه که سوالتون رو پرسان کنید. لطفاً امید جان حبیبی بفرمایید. با معذرت فضل جان فکر می‌کنم نوبت شما بود. بفرمایید فضل جان عزیز. سلام مجدد خدمت همگی، وقت شما بخیر. من چند نکته بسیار کوتاه عرض میکنم که دوستان عزیز متوجه باشن. اولی که به نمایندگی از همگی تشکر میکنم، چون وقت زیاد بگیرم دزیا و واقعیت زحماتی که دوستان میکشن ما نمیتونیم جبران کنیم. از همگی جان سپاس. و موضوع بعدی که اکثریت سوالاتی که دوستان از پرسان میکنن کلا به قسمت FAQ وبسایت چیونینگ هست، frequently asked questions، میشه که دوستان مرور کنن و وقت بقیه دوستان نگیرن. کلا به صورت واضح همه چیز ذکر شده و بعض از سوالاتی که واقعا جواب از اونها ندارن میشه که ان شاء الله پرسان کنیم. و سوال من است در قسمت اپلیکیشن فی دانشگاه ها، من اکثریت اینو چک کردم حدودا 90% از اونها و ایده بسیار زیاد از اون اپلیکیشن فی ماه که فکر کنم بین 50 تا 100 پوند هست برای کسانی که اپلای میکنن و اگر اون پرداخت نشه فکر کنم که اپلیکیشن سابمیت نمیشه. اگر از دوستا کدام معلومات داشته باشین به قسمت یک روشنایی بدین. و همچنان به قسمت نمره توفل و آیلتس که هست، چون مثلا بریتانیا هم جز از کشورهایی است که بیشتر تاکید روی آیلتس هست و بعضی از دانش آموزا هستن که نمره توفل دارن، یعنی فقط از دانشگاه ها قبول میشن نمره توفل هم یا خیر. من دولینگو چک کنم اکثریت قابل قبول بود ولی از توفل زیاد مطمئن نیم. ایرم اگر کدام وضاحت بدن خیلی ممنون میشم. جان سپاس.
جناب عبدالله میشه که برای تعداد بیشتر سوال بگیریم باز به یک بار جواب بدیم. فقط دوستان خواهش عاجزانه من است که مستقیم برین سر سوال لطفا. تشکر فرزاد جان، بسیار عالی بود. همینطور مستقیم اسپسیفیک برین سر سوال و دقت بکنین سوالی که اگر از قبل پرسیده شده باشه یا سوالی که پاسخ اینا هست وقت خود هدر ندین. حالا ما فدای سر شما که مستقیم بتونیم تعداد زیادی از دوستان رو کاور بکنیم. تشکر. تشکر آرین صاحب. درست از انشالله. به سوال بعدی میریم. از بانو مریم فروتن میگیریم. بفرمایید بانو مریم. سلام، وقت بخیر. تشکر زیاد از همه دوستایی که معلومات ارزشمندی را ارائه کردن. من سوال می بود که اگر ما لیسانس گرفته باشیم همون سندی که حالا بعد از لیسانس به دست ما میاد نیامده باشه اون مشکلی نداره و در قسمت ظرفیت خود همون دانشگاه ها چقدر است؟ ببخش بانوان. ممنون از شما. تشکر. بخیر باشین. از احسان الله حکیمی میشنویم. بفرمایید احسان جان. السلام علیکم. من میشنوین؟ بفرمایید. ما سوال انجینر سب یوسف څخه د پانتونو سلیکشن کې موږ د اپلیکیشن کې خو درې پانتونو لپاره محدودیت یا لیمیټیشن لرو چې درې پانتونه باید موږ کله چې چیفنینګ اپلای کو درې پانتونه باید انتخاب کو. احیانا کې چیرې دا مشکل سره مخ شو چې په دریو کې موږ اکسپریشن لیټر یا له پانتونو څخه ترلاسه نه کو او که چیرې موږ یو بل پانتون څخه وروسته اکسپریشن لیټر ترلاسه کو کولای شو چې وروسته که موږ چیفنینګ سکالرشپ ترلاسه کو هغه ورته افر کو. داسې امکان لري که نه؟ مننه. تشکر بسیار زیاد. ظفری صاحب بزرگوار و یا انجینر صاحب امرالله اگر شما سوال دوست ما را گرفته باشین انشاءالله که باز میشه که پاسخ بدین. درست است؟ بانو ادیبه بفرمایید. بانو ادیبه. سلام به شما. سوال ما هم در قسمت ادمیشن بود که قسمی که دوستم اشاره کردن که وقتی که سی دانشگاه رو اپلای میکنیم یعنی اگر ما تا نتونستیم تا دیدلاین یا تا 2 جنوری را ادمیشن لیتر گرفته نتونیم میشه که بعد از 2 جنوری اگر اپلیکیشن ما پروسس شه ما ادمیشن لیتر همون دانشگاهی که انتخاب کردیم بگیریم و یا اگر اون دانشگاهی که انتخاب نکردیم به ما ادمیشن لیتر ندادن و با یگان دانشگاه دیگه اپلای کنیم آیا امکانش هست یا خیر؟ تشکر بانو ادیبه بزرگوار. از توفان جان میشنویم. توفان بفرمایید. توفان جان. از بانو زلیخا میشنویم. بانو زلیخا بفرمایید. سلام، وقت همه شما بخیر. من دایرکتلی سر سوال خود میرم. من در چند مدت بود ای اسکالرشپ ها را تعقیب میکردم. 5 نوامبر گفته بود که دیدلاین است. بعد دیدم که بر افغان ها جدا یک اپلیکیشن باز کردن. با کسایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن اما تابعیت افغانستان دارن میتونن بازم به اپلای بکنن به می اپلیکیشن هایی که خاص برای افغان ها باز شده یا فقط به کسایی است که فعلا داخل افغانستان زندگی میکنن؟ تشکر میکنم. تشکر از شما بانو زلیخا. اسدالله جان بفرمایید. اسدالله ناصری. با عرض سلام و تشکر از این برنامه بسیار خوبتان. سوال ما مستقیم سر سوال میرم که وقت دوستا گرفته نشه. سوال ما درباره امی اکسپریانس است. ما اگر یک گپ می داشته باشیم در بین اکسپریانس ما، یعنی می گپ ما چی رقم چیز کنیم برای از اینا ارائه کنیم. مثلا ما خودم بعد از سال 2022 دیگه چیز شدیم، بیکار شدیم. بعد از اون دیگه کدام کار رسمی نداشتیم غیر از اینکه سلف امپلوید بودیم. این میره ما دمو قسمت که اکسپریانس ما علاوه میشه ایره بنویسیم یا ای که ایره متر خالی بانیم؟ کدام راه خوب است؟ تشکر. تشکر اسدالله جان. اسدالله جان فکر سوال زیاد شده، اگر جوابا بدیم بعدا بگردیم چون از یاد ما نره. از یاد دوستان چند تا شما جواب میتونیم ببینیم دوستان اگر چیز مانده بود باز آرین جان و انجینر صاحب و خانم عزیز جواب بدن. اول سر از شروع میکنیم، از این سوال آخر شروع میگیریم.
اکسپریانس اگر شما 2800 ساعت اگر غلط نکرده باشم مارنجان دوستا بگین اونمو تایمی که اینا گفتن او قساطا رو پورا کردین و گپ هم باشه مشکل نیست، فرق نمیکنه. مطلب از این است که شما 2 سال اکسپریانس پورا کرده باشین the more you have well done و دیگران بدونید که نباشه، مطلب از این است که اونمو ساعتا رو پورا کنین، which is important 2 سال پورا کرده باشین. اسکولارشپ امسال خوشبختانه بگیم بدبختانه، خب خوشبختانه میگیم که ما مبارزه کردیم به این الحمدلله با افغانایی که در افغانستان هست با اونا باز شده دیگه. اونایی که در افغانستان هستن اونا اپلای کردن میتونن. ببینین یک چیزی که ما نگفتیم که شما از یونیورسیتی ادمیشن تا 2 جنوری از شما خواستن، نه 2 جنوری 4 اسی تان اپلیکیشن و ددلاین 4 اسی تان است که 4 مقاله را شما پرزنت میکنین. شما در یونیورسیتی تا هفته اول یا 2 جولای وقت دارین که از یونیورسیتی شما لتر بگیرین، ادمیشن بگیرین. سی یونیورسیتی انتخاب کنن لازمه است انتخاب باید کنین. یک دوستا پرسان که پانتون اگر شما با مرحله دوم برفتین ان شاء الله که برین در اینترویو شما از شما پرسان میشه که کدام پانتون تغییر کردین نکردین یا در کورستون تغییر میارین. اونجا شما گفته میتونه که ما یکی از پانتونا یا پانتون اول دوم سوم دلخواه ما تغییر آوردیم و میاریم درش او زه هغه کې غواړم چې دغه پونتون پکې انکلود کړم او علت به وای چې ولې انکلود کوي چې ما ان کنډیشن افر تی نغښته او هر شی ما سره فعلا موجود ده. او د یونیورسيټي سرټیفیکیټ یو سوال پوښتنه شوی او یک سوال شده بود که یونیورسيټي اگه شما سرتیفیکیت نداره مشکل نیست، اگه اما ترانسکریپت داشته باشین که نمرات 4 سالیتون دو باشه و سی جی پی تون پورا باشه I think fair enough you can apply certificate. اکثر وقتا نمیخوایم منتها ترانسکریپت لازمی است، ترانسکریپت از شما میخوایم. I think و فیر یکی سوال دیگه بود که فیس شما میتونید اپلیکیشن یا د یونیورسيټي به ادمیشن ډپارټمنټ ایمیل روان کنین که ما اپلیکیشن ما ترو شیفنینگ ما پیش میبرم. اونا باز فیس ویو میکنه یا هولد میکنه و باز کته اینا خود اول هم گفتم از چیز میگیرم از شیفنینگ میگیرم. انجینر صاحب آرنجان و خانم عزیزی ببینید کدام سال ما مانده باشه شما جواب بدین. تشکر. دکتر صاحب تشکر، کامل جامع بود، دیگه تکرار نکنم. فقط یک سوالم پرسیدم در مورد نمره توفل آیلتس. ببینید دوستان در کل کهکشان راه شیری شما اگر نمره توفل داشته باشین یا آیلتس امی دوتار به کل کهکشان راه شیری یکی از اینا رو داشته باشین فقط همون نمره معیار پره بکنین قبول میشه. انگلستان و آمریکایی نداره. شما در تمام دانشگاه‌های جهان اگر توفل به نمره معیاری داشته باشین یا آیلتس برای شما پذیرش میده، نمیگه که چون آیلتس داری اینجا آمریکاست، توفل داری اینجا انگلستان. فقط چک بکنین که اولا چند نمره میخوای اوورالی به صورت کلی. تمام دانشگاه برای ماستری به صورت کلی عزیزان 7 نمره توفل میخواه، آیلتس میخواه، بالای 95 هم توفل میخواه. بعضی دانشگاه هست مثلا کمبریج 7.5 میخواه. خب 7.5 نمره استثنایی است ولی شما 7 مد نظر بگیرید این از این. و آیلتس هم بالای، توفل هم بالای 90. منتها هر کدام از اینا مینیمم اسکور داره، مینیمم کامپوننت داره. مثلا من دیدم سنترهای از افغانستان در ایران شد تقلب میکنن. شما میرین به عنوان مثال چون آیلتس تقلب نمیشه، اسپیکینگ آیلتس به هیچ عنوان کس از جای شما امتحان داده نمیتونه یا توفل. شما میرین 3 تا اسکور 3 تا کامپوننت یک نفر دیگه به جای شما به جای مرکز امتحان میده، اونا میشه نمرات خیلی تاپ. اسپیکینگ که میرسه نمره پایین میایه. باز این معلوم میشه که اینجا یک مشکل داره به خاطر که این امتحانا بسیار استاندارده. تفاوت هر اسکیل تا اسکیل دیگه نمیتونه اینقدر چشمگیر باشه. شما رایتینگ به عنوان مثال 7 دارین، اسپیکینگ 5 دارین، این معلومه که یک مشکلی داره. چک بکنین دوستان، وقت بگذارین دوستان عزیز. هر قدر که فکر میکنین چیفنینگ وقت گیر است، ضرب 2 ضرب 3 بکنین. باور کنید خیلی از شما بسیار با استعدادتر از من هستین. حداقل فقط یک تفاوتی که عالمی کار برابر شد برای من شخصانی که بیشتر وقت گذاشتم، یعنی بیشتر زحمت کشیدم، بیشتر سرچ کردم و آدمای کمتری سعی کردم که درگیر این مسئله بکنم. چون تا حد زیاد من میتونم از یوتیوب، از گوگل سرچ بکنم، از وبسایت خود شیفنینگ سرچ بکنم. فقط وقت گذاشتنه و چک کردنه.
یعنی شما به هر پوانتونی که میخواین اپلای بکنین ببینین چند نمره میخواه، تافل چند میخواه، آیلتس چند میخواه، مینیمم کامپوننت چند هست، آیا دولینگو قبول میکنه قبول نمیکنه، به همین صورت پیش برین. با اطلاعات بسیار دقیق قدم به قدم پیش ببرین. تشکر. بسیار تشکر. انشالله که دوستان اجازه همه دوستان و یک چیز علاوه میکنم. یک برادر سوال کرد درباره یونیورسیتی اپلیکیشن فیس. ما در شروع گفتم ucas.com ucas.com 5 یونیورسیتی میشه شما اپلای کنین با حدود 20 الی 26 پوند. یک کردیت کارت پیدا کنین از دوست ها اپلای کنین. بله نوشته کرد ما حبیب برادر. و درباره توفل هم سوال کرد که ما توفل داشته باشم. بله compatible میشه یونیورسیتی رو سوال کنن که مثلا من اینمی سکور دارم it's compatible with IELTS فلان نمبر، شاید قبول کنه و ما فکر میکنم 80% قبول میکنه، مشکل نداره. و یک خواهر دیگه ما پرسان کرد درباره جندرش مسئله چی نیست. در اروپای طرف ها مثلا خیلی جدی میگیره there is balance equity in balance، هیچ کدام مشکلی نیست. ولی قسمی که آریان صاحب گفت ظفری صاحب محترم ویلی تاسو ډیر مخکې نه اپلای وکړئ، ډیر زیات وخت ورکړئ. باید د تاسو ټول فکر په دې خپل اپلیکیشن سکتورونو کې ښه रेफरेंस में पूरा दी एप्लीकेशन में तकरीबन मुश्किल न लरम इसेगाने में खीरवानी दी आइडियाज दी दा बैद कनेक्ट कम यानी इट्स अ मल्टीटास्किंग type of fact like activities چندین کارا باید در این زمان انجام داده شود. و در ضمن ازو یو بل رو پختنه وکړه چې چیونی خودري یونیورسيټیانه موږ ورته اپلای کوو که بیا غوونه شي to be on the safe side. صحیح شو دا اوس نه اپلای وکړه ډیر اسانه کیږي. زه خپل سټوري تاسو ته زما ټول هغه شی نه چې د یونیورسيټي اپلیکیشن ته ضرورت او زما ډیسکټاپ باندې پراته وو. زما پرسونل ډیټیلز، زما اسناد، زما سرټیفیکیټس، زما ایکسپیرینس، یعنی هر څه زما په یو وړو کې فولډر کې پراته وو. کاپی پیسټ. نن سبا خو د AI زمانہ د هر څه پوښتنه وکړه بس درکې بل انټویشن باندې درکې مشکل نشته ده. یعنی ته کولای شي چې په یو ورځ کې لس پونتونو ته اپلای وکړي. در یک روز میتونین با داها پونتونا اپلیکیشنتان روان کنید. مثلا از روی از نمو باز 3 best university که unconditional offer داری، 2 دانه unconditional offer، 1 دانه conditional offer تا 2 ژانویه آماده بسازین. امروز میتونین شما 2 یونیورسیتی در یک روز اپلای کنید. But you have to have all the required documents in a folder on your desktop. Just upload and type. It's very simple. Yani to be on safe side, start from now. 2 ساعت وقت یونیورسیتی ته ورکا، 2 ساعت وقت اسیس ته ورکا. یک خور دیگه ما سوال کرد درباره پانتونا. تا 26 جولای شما وقت دارین که شما حداقل از 2 الی 3 پانتونان کندیشنال آفر داشته باشین. امو که در اپلیکیشن نامشان ذکر کردین، شما به چیونینگ روان کردین. از اونا بعد یک فاینانشال است که او چیونینگ براتون برابر میکنه، یک اپلیکیشن های پانتون است که او رو شما خودتان سرچ میکنید. یا بل رو پختنه وکړه چې زه خو ایکسپیرینس نه لرم، گپ دا به څنګه شي، متابال هیڅ وظیفه ندارم، 2 سال چی شد. عادي عامیانه زبکه درته وایم په داسې شیوه خپل گپ فل کا چې عقل قبول کی. یعنی هدف مې دی خبره نه ده د خیر ده، لږ څه نه څه چې زر پوه شي، لږ څه داسې ووایه چې مثال هغه ګپ کې د عقل د قبلولو وي. موږ ډېر داسې شیونه ویلي دي چې مثال تر اوسه معنا د هغې حقیقت نه ده پیدا کړی، ولې کېدای شي ونیسي. یعنې یو داسې عقلي دلیل پیدا کړه چې زه اوس په فلان پوهنتون کې یا فلان جامعه کې مصروف یم، ګپ مه ورښیه. او یوکاس له لارې اپلای وکړئ. 15 پوهنتونونه په 26 پاونډه باندې اپلای کېږي. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو اپلیکیشن فیس اوس نه ورته مثلا تاسو نوم واخلئ چې زه سکالرشپ لرم نه لرم. نو دغه معلوماتو مننه. خیر شي. بسیار تشکر. دوستان دیگر اگه کدام سوال دارین بفرمایید. دوستان خواهشاً مطمئن باشین که سوالتان تکراری نباشه. درست است ان شاء الله. خانم فهیمه حبیبی بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت استادان عزیز و بزرگوار. سوال مستقیم میرم رو سوال و اینکه یعنی در چیونینگ گفته بود که باید یه دانشگاه چیونینگ انتخاب کنین. آیا میشه که دانشگاه دیگر هم انتخاب داشته باشیم؟ سوال من اینجا. واقعا سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین.
تشکر، بخیر باشین. منصور جان صدیقی بفرمایید. سلام خدمت همه، انشالله خوب و صحتمند باشین. تشکر از اینکه معلومات مفید ارائه کردین. سوال ما از جناب انجینر صاحب و آریان صاحب است. شما گفتین در صورتی که ما بخوایم اپلیکیشن دانشگاه بتیم 3 رشته را باید انتخاب بکنیم، البته هر 3 رشته ما عین موضوع باشه. امکانش هست ما 3 رشته مختلف رو بگیریم؟ چون من وقت سرچ کردم در جمله پانتونای مثلا رشته را که من میخواستم بگیرم بخش کلینیکال دنتیستری یا همون بخش تی بی است. این رشته در 3 پانتون عین زمان وجود نداره. یعنی همون یک رشته مثلا من امپلانت هم میخواستم در ارتباطش اپلای بکنم، فقط یک پانتون آفر میکنه. امکانش هست مثلا من در پالیازی مثلا کانسرواتیو دنتیستری یا بخشی که کلینیکی باشه از بخش دنتیستری در 3 پانتون مختلف انتخاب بکنم، یعنی 3 تاپیک متفاوت باشه و این چانس اپلیکیشن پایین نمیره. چون اکثریت پانتونایی که من دیدم اونا در کاتگوری A هستن، مثلا کینگ کالج است، همین رقم لانکشایر است، یوکلان پانتونای دیگه هستن. یک سوال می بود و دومی که زمان اپلای دانشگاه برای سمسترهای خزانی شما گفتین تا 1 یا 2 جولای است. یعنی ما حداقل این زمان چند هفته پیش یا چند ماه پیشتر ما اپلیکیشن خود اینجا اپلود بکنیم براشون ارائه بکنیم که باز یعنی زمان میگیره تا اول اپلای اول جون یا 26 جون 1 ماه دو ماه قبل. یعنی سوالای ما بود در این ارتباط. و یک سوال دیگه هم که برای رشته تی بی اطلاعات فراهم بکنیم. برای رشته تی بی آیلتس که نمره آیلتس که نیاز است 8 اسکورش 8 است، یعنی نمره خیلی بلند میشه برای پانتونا در کل. در این صورت اگر ما یک رشته غیر تی بی انتخاب بکنیم، میخواستم در این ارتباط شما معلومات بکنیم امکانش هست که ما بدیم از یک رشته دیگه که مرتبط باشه مثلا پابلیک هلت اینا رو انتخاب بکنیم؟ تشکر میکنم. تشکر منصور جان. از محمد رضایی میشنیم، بعد از او از طوفان جان، باز انشالله با پاسخ می‌گیریم. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر. ببخشید مزاحم میشم اگر دکتر صاحب نعمت و بصیر آریان ایمیل آدرس خود برای ما شریک بکنه، مقاله ما را بتونه مرور کنه، فیدبک بده، بسیار خوشحال میشیم. تشکر رضا جان و طوفان جان بفرمایید. سلام خدمت همه دوستان، انشالله که خسته نباشین و یک دنیا سپاس از اینکه وقت گذاشتین. نخست یک پیشنهاد داشتم اگر امکان باشه دوستایی را اجرایی کنن، ای که یک گروه تلگرامی ساخته بشه و تمام چیپنرا ادمن باشن و هر کسی که میخواد در او اد بشه. میشه توسط از او خیلی از ایسایی هایی که دوستان نوشتن اگر ممکن باشه اونا داخل از او گروه شیر کنن تا ما به صورت ملموس ببینیم که همون نوشته ها، همون تجربه ها دقیقاً چی ها است و ما هم دنبال از او در گذشته خود بریم و اونا رو یادآوری کنیم و بنویسیم، خصوصا همون تجربه های موفق، ایسایی های موفق. بعد یک سوالی هم که دارم، آیا ممکنه ما بعضی از تجربه های تقریبا یا مشخصا ناموفق رو بیایم ذکر کنیم داخل یک ایسای، میتونه که کمک کننده باشه یا نه؟ به عنوان مثال ما در یک حوزه کاری، در یک شرکت، در یک کمپانی بودیم، در حوزه شخصی خوب موفق بودیم، اما او کمپانی موفق نبوده، در آخر کلاپس شده، از بین رفته، خراب شده، نمیفهم به هر دلیل خاصی. چنین چیزایی چون این کمپانی 1 سال 2 سال کمتر بیشتر وقت از ما گرفته، اونجا که ما وقت گذراندیم، انرژی گذاشتیم. و دیگه که پوانتون هایی که ما میخوایم پیدا کنیم، اما دانشکده مورد نظر خور، آیا فقط از قسمت فایند کورس داخل خود وبسایت چیونینگ بریم اونا رو ببینیم، یعنی فقط اونایی که داخل وبسایت چیونینگ هست ساپورت شده توسط چیونینگ یا نه؟ ما میتونیم بریم جدای از او تمام پوانتونا رو جداگانه وبسایت های پیدا کنیم، رشته مورد علاقه رو پیدا کنیم، سابمیت کنیم و بعد بیایم اینا رو برای خود چیونینگ توسط هم کورسی که داره بگیم که مثلا این دانشگاه ها انتخاب شده توسط مانه و شما بعدا سپورت کنید. دیگه سوال
تشکر طوفان جان. یک سوال دیگه است از کامران جان میگیریم بعد از او به پاسخ میریم. کامران جان بفرمایید کوتاه خواهشاً. سلام به تمام دوستا. سوال من این بود استاد محترم از انجینر صاحب بود که از ما در 2 ماه آینده از پانتون فارغ میشیم و ای که همی فیصدی نمرات یا جی پی خود نمیدانیم، این را میشه در اپلیکیشن تخمینی بگیریم یا نه یا باید دقیق باشه؟ تشکر. تشکر. بفرمایید دوستا اکرام جان ان شاء الله شروع میکنیم. انجینر صاحب مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستا پرسان که مثال 3 different universities different topics. ببینید هر اسکالرشیپ که شما میگیرین 2 طرف داره. یک ارگانی که به شما پول میده، میگه ما پول میدم برو تو یونیورسیتی انتخاب کوی، جدا ارگان است، چیونینگ است، حکومت UK در سرتان مصرف میکنه. You have freedom to choose any university، مگر اول مرا قانع کن، از جیب ما پول بکش. معنی 3 different topics به نظر ما it's quite challenging، یکم مشکل تر است که مثلا در 4 سیاسی مضمون باز مقابل جانب تو قانع بسازی. You have to be concise. یک رشته را انتخاب کو، دامو رشته هر 4 سید باید یک صدا داشته باشه که مثلا با هم لینک باشه. ما فکر نمی کنیم که 3 تاپیک شما مثلا در 4 سی وصل کنید. مثلا ببینین هر آرتیکل که مثلا پابلش شده، ریسرچ پیپر هستن، یک تاپیک داره، بسیار وسیع‌تر گپ نزده، همون یک تاپیک گپ زده، همون یک تاپیک هم مثلا جانب مقابل قانع میکنه، ویورز داره. شما هم بجایزی که 3 رشته را انتخاب کنید، شما یک رشته را انتخاب کنید ولی در مختلف کانتونا هیچ ریسک نگیرین، به خاطر که در خارج درس خواندن باز work and study in life balance خیلی مشکل میشه. کی پول میده براتون؟ اول شما چیونینگ قانع میسازیم، اولی مسئله. دوم برادر ما گفت که مثلا ما در یک شرکت کار کردیم و شرکت حال بسته شده، مثلا ما میتونم اون اکسپیرینس اد کنم. سعی کنید برادر عزیز، خیره اگه شرکت کار کرده باشه، اگه خودت شرکت داری، باید گپت عامل منفع باشه. با وجودی که تو از او فایده گرفتی، فایده ای به دیگران چیست؟ عامل منفع به حکومت چی فایده رساندی؟ چی به این حکومت فعلی یا چی به گذشته؟ به مردم عام چی مثلا نفع رساندی؟ آیا اونا را از مشکل کشیدی یا نه خیر؟ چیونینگ هیچ وقت علاقه به اون نفر نشان نمیده که منفعتش به شخص خود باشه. منفعتش باید عمود وقت باشه و چین داشته باشه. and the change should have still like continuation. مانا عمل منفع باید باشه. مثلا عادی مثال میتم ایلن ماسک است، فعلا مثلا سر نیورولینک کار میکنه، تا فعلا مثلا 200 دیتابیس سنترها کار جریان داره در کل سطح امریکا. کسایی که در سستینبیلیتی و رزیلینت پی اچ دی داره، ریسرچ کردن و ما را میگیره، ما دیتا سنترها را جور میکنه. عامل منفعتش است که در امریکا بعد صدها هزار جاب کرییت کرده. he is a businessman, he is an entrepreneur. پس تو که در شرکت کار کردی یا شرکت داشتی، چی عامل منفع بود؟ با حکومت، با عوام چی مثلا شما ارائه کردید؟ تشکر، سلامت باشید. با اجازه دوستان، من چیزایی که انجینیر صاحب گفتن کاملا درست است. همین قسم است. به علاوه در اسای نتورکینگ هم شما، یعنی رمز گپ همینه به تایید صحبتایی که بانو عزیزی داشتن، اینه که شما چی تغییری آوردین، تغییر پایداری آوردین، عامل منفعه به درد مردم و چگونه از نتورک خود استفاده کردین. ببینید با خود اینطور بپرسین که اگر همین نتورک نمی بود شما این کار انجام داده نمیتونستین به تنهایی. نتورک خود چطور لوریج کردین، از او استفاده کردین که به این نتیجه رسیده. حالا در مورد انتخاب رشته ها، آیا 3 رشته مختلف باشه به 3 دانشگاه مختلف، یا 3 رشته مختلف به 1 دانشگاه، یا 3 رشته عین رشته به 3 تا دانشگاه. من فکر میکنم 2 هفته پیش یک برنامه لایو در فیسبوک داشتم، در کانال تلگرامی خودم پژواک اینجا نوشتم، او برنامه رو آپلود کردم با دیتیل بیشتر اونجا گپ زدم که حالا وقت دوستا گرفته نشه. فقط گفتن در مورد رشته‌های طبی تافل 8 من تون گپ میزنم دوستان که وقت سیف بشه.
بشه. چون انجینیر صاحب، دکتر صاحب ظفری، خانم عزیزی و همه ما شما کار داریم، باز متاسفانه برای ما ای وقتا امتحانات و اساینمنت ها و این چیزام هست. گوش کنید، تافل 8 یک نمره اکسپشنالیه، آیلتس 8 من فکر نمی کنم که نمره 8 بخواه. تنها پانتونی که من پارسال چک میکردم کمبریج بود، برای ماستری 7.5 میخواست. یعنی نمره 8 آیلتس یک نمره بر کشور 2-3 نفر اگر بگیره. چک بکنین برادر که آیا همون نمره 8 میخواه یا نمیخواه. بعدم شما خیلی راحت میتونین از اون رشته تخصصی بیان به یک رشته مثلا سوشال پروتکشن یا چیزایی که ما نمیفهم در رشته‌های طبی که بتونن ریسک کار برای خود پایین تر بیارین. اون نمره تافل آیلتس بالای 7 یا تافل بالای 90 نمره سختی است. من نمیفهم سطح زبان انگلیسی شما به چه صورت است، ولی لودر به سر خود زیاد نکنین. به تایید صحبت انجینیر صاحب، اما بهتر امی است که یک رشته به 3 تا پانتون انتخاب بکنین، به علاوه تعداد بیشتر پانتون هم اپلای بکنین. منتها دکتر صاحب ظفری هم که گفتن روز اینترویو شما میتونین اگر از اون 3 تا پانتونی که اول انتخاب کردین پذیرش نگرفته بودین، پانتون خود چنج بکنین. فقط طوفان جان ببینید تجربه های ناموفق اینطوری ببینین. خب شیفنینگ اصلا میخواد ببینه شما یک بار دیگه ریویو بکنین. شما به عنوان یک ایندیویدوال اگر تجربه رهبری دارین، در کجا لازم نیست در سطح ملی باشه، در سطح ولایتی باشه، در سطح محلی شما هم باشه کافی هست. شما چطور عاملیت خود رو نشون دادین، تأثیر خود رو نشون دادین و چطور به یک خیر دوامدار او منتج کردین. اگر مثلا شما یک تجربه ناموفق الان میخواین بگین، خب اوکی، اگر دیگه هیچ تجربه ندارین نشان بدین که الان این شکست شما نبوده و شما میتونید از طریق تجربه رهبری شیفرینگ دوباره همون شرکت رو این بار برای خود احیا بکنین و اینطوری او پیش ببرین. یعنی سعی بکنید همه چی اولا نه ناله کردن باشه، یعنی به هیچ عنوان از صفات منفی استفاده نشه، مسائل قومی به هیچ عنوان استفاده نشه. ای که والا ما زنان هستیم، وضعیت افغانستان اینطور است، اینا دوستان ببخشید مزخرفات. شیفرینگ خیلی خوب میدانه در افغانستان، تمام دنیا میدانه چیه وضعیت. اصلا نشان بدین بله، یعنی یک اسپریت، یک روحیه بسیار قوی نشان بدین. مشکلات از در افغانستان می کارا کردم. البته شما تجربات 2 سال پیش، 3 سال پیش، 4 سال پیش خود میگه. تلاش بکنین از کودکی نگین، یعنی آپدیت باشین. 5 سال پیش چیکار کردین؟ او چیزا رو همه میدانن دوستان که افغانستان به سر زنان چیه و فلان است. دیگه خدمت شما عرض بکنم چیز زیادی نیست، فقط به عنوان یک هموطن خدمت شما بگم ما به این شرایط افغانستان رو تیر کردم. خدا شاید زیر حکومت امارات زندگی کرده. من میفهم به سر خواهرکای من بسیار سخته. میفهم یک لحظاتی میشه آدم وردار نداره، توان نداره که بره یک وبسایت باز بکنه، وبسایت پانتون یا دانشگاه باز میکنه، میبینیم ما اصلا بسیار خوشحال و خندان، ما جای بلد نیستیم. این چیزا کاملا طبیعی هست، به سر همه ما بیامده. ولی بهترین راهی که شما میتونید گوگل کنین، یوتیوب کنین. هیچ کس در آخر روز نمیتونه دست ما شما رو بگیره به شیفرینگ کامیاب بکنه یا به بورسیه دیگه. فقط باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم و اگر به یک شیفنر به اصطلاح اپروچ میکنین، پیام میدین که ایسا چک بکنه، لطفاً و خواهشاً تا حد ممکن تلاش خور کرده باشین، تا حد ممکن که او فقط بتونه یک مسئله 2 مسئله رو بتونه برای شما ریویو بکنه و الا نمیرسه، آدم واقعا نمیرسه. برای من طوفان جان گفتن که اگر گروه تلگرامی یا کانال تلگرامی باشه که شیفنرهای سیاه خور، من متاسفانه من نمیتونم این کار رو بکنم. فکر نمیکنم دوستای دیگه هم و به خاطر امی تعهد اخلاقی که به شیفرینگ دادیم، یعنی ما نمیتونیم سیاه خور شیر بکنیم به خاطر تعهد اخلاقی که به شیفرینگ. و بعد باز به خاطر از این که هر کس پاسخ خود رو میده، منتها توضیحات کلی نفس همی جلسات و جلسات مشابه که بسیار با کیفیت بیشتر حداقل از ما توضیح دادن دوستان در جلسات مشابه، میگه که چیکار باید بکنیم، ولی در نهایت خود ما باید بنویسیم. و باز متاسفانه همین وقتا امتحانات به سر همه دوستان نمیرسن، اسپسیفیک تایم بگذارن. همین که میشه 100-200 وقت میگذاریم تا حد زیادی میتونه کمک کننده باشه. یعنی من تجربه خودم میگم، این جلسات در همون وقتی اگر در یوتیوب میدیدیم خیلی راه کوتاه میکرد و تلاش ما رو موثرتر میکرد. سلامت باشین. من دیگه عرضی ندارم، ولی بفهمین که فقط با تلاش است. خیلی با استعدادتر از من هستین همه شما، ولی فقط با تلاش است که به نتیجه میرسین. سلامت باشین.
بسیار تشکر از همه شما دوستان بزرگوار. یک سوال از بانو ادیبه میگیریم، بعد از اون دیگه جلسه خود ختم میکنیم دوستان. 2 ساعت شد ماشاءالله. باز پیش میریم. بانو ادیبه بفرمایید. خب بانو ادیبه رفتن. خیر. بازم بسیار تشکر از دوستایی که امروز در جلسه حضور داشتن، از مهمانان بزرگوار ما که دعوت ما را پذیرفتن در اول و امروز 2 ساعت وقت را گذاشتند به ما. بسیار تشکر از همه شما دوستان بزرگوار. خلاص کلام به همه شما بگم، مگه من خلاصه بکنم دوستا، حتما اپلای بکنین، مخصوصا کسانی که داخل افغانستان هستین و با گفته دوستا یونیک باشین، همون چیزی که خودتان هستین همون را بیان بکنین. صحیح دوستایی که اینجا امروز مهمانای ما آمدن و شما رود مپ گفتن که چه رقم نوشته کنین و نظر شخصی من میاد که یعنی نمیتونین مثلا از یک کس دیگه کپی پیست بکنین. صحیح رودمپ از شما دارین، برفعلا میفهمین که در کدام ایسی چرا نوشته کنین دیگه. توکل به خدا گفته، بسم الله گفته شروع بکنین ان شاء الله. طبق انجینر صاحب بزرگوار گفتن هر 4 ایسی را همزمان شروع بکنین ان شاء الله. مثلا باز آیسته آیسته هر چیز از ذهن شما میشه که ریوایز بکنین با مرور زمان. و ابلا جان آواز ما ندارن که خود فکر مسئله اینترنت است. انجینر صاحب می سوال ما به جواب من درباره می جی پی ای یا فیصدی بود که ما دو ماه بعد از پانتون فارغ میشیم. می میتونم که را تخمینی انتخاب کنم یا نه؟ خود 2 ماه بعد که فارغ میشی حتما تا الحال چند گرفتی؟ اگر از 2.2 زیاد باشه خب تو اتومات گفته میتونی خود زیاد شاید کم نورا نبری دیگه ان شاء الله. اگر 3 باشه اونم چیزی که فکر میکنم if I were you اگر بجای تو خوب میبودم چیزی که تا سمستر 7 گرفته مامور میانداختم که من تشکر از همه شما دوستان. بازم با معذرت گپ مقطع شد دوستان بزرگوار. ما پیشتر میگفتم که یک بورسیه نیست، بورسیه چیپینگ برفعلا باز است بله، ولی بورسیه های بسیار زیاد است. صحیح مثلا بورسیه ایفل هم میال باز است، اپلیکیشن است. بورسیه دیگه است اراسموس و هم اپلیکیشن است باز است و بورسیه دیگه در خود دانشگاه اکسفورد است به نام WHT است فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. بورسیه های بسیار زیاد است دوستان. صحیح یک سمه از تجربه خود بگم دوستان، من اگر مولا نباشم نیمچه مولا هستم. این است که امی بورسیه بر شما فقط فاینانشال اید میده، یعنی کمک مالی میکنه. صحیح چیزی که شما ازش بسیار زیاد بهره مند میشین او دانشگاه است. یعنی به عبارت دیگه به شما رقم بگم دوستان، تنها تمرکزتون بالای بورسیه زیاد نکنید. صحیح که مثلا بورسیه چیپینگ از رقم بورسیه چیپینگ به شما فقط هم پیسه مالی کمک مالی را انجام میده. چیزی که به شما واقعا دانش و تجربه و مکیفیت به شما میده و دانشگاه است. یعنی با انتخاب نمودن دانشگاه همچنان خیلی دست باشین دوستا که یک دانشگاه بسیار خوبه، دانشگاه که واقعا بتونین ازش نه تنها یک دانش یک نتورک قوی یک ان شاء الله آینده ایتون از طریق او بسازین. صحیح دیگه. خلاص کلام بورسیه یک تا نیست 10 تا است ان شاء الله. به همه ایش اپلای بکنین و طوری که انجینر صاحب گفتن فقط کپی پیست. صحیح چیز دیگه از شما ضرورت نداره. مثلا اداتون در یک فولدر باشه کپی پیست بکنین تمام دیگه. ما این ریکوردینگ ویدیو رو امروز ان شاء الله در یوتیوب کانال ما میندازیم، در تمام صفحات اجتماعی ما که هست یوتیوب در اون شریک میسازیم. اگر باز از جلسه مونده بودین اون رو میشه که ببینین، باز کدام سوال داشتین میشه که با دوستای بزرگوار ما در صفحات اجتماعیشون و اگر راحت باشن برشون مسیج بکنین ان شاء الله. دیگه موفق سرفراز باشین دوستا. اگر کدام گفتنی اخیری شما دارین دوستای بزرگوار بفرمایید. ظفری صاحب